بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر، بسؤالك يا أهل الذكر، بسؤالي جئت لكي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما بینندگان عزیز. امیدوارم در هر کجا که هستین همیشه شاد و خوش و خرم باشین. مهمان شما عزیزان هستیم با یکی دیگر از برنامه پرسش و پاسخ که در این قسمت در خدمت جناب مولانا عبدالقدوس دهقان هستیم. خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم و بفرمایید جناب استاد. بنده هم خدمت شما و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جناب مولانا، اگر از سوالهای SMS بینندگان عزیز شروع بکنیم برنامه را طبق عادت همیشگی. بیننده اول پرسیدن، خواهری از بوکان هستند که پرسیدن که نماز سنت را باید قبل از اذان بخوانیم یا بعد از اذان؟ بفرمایید. الحمد لله رب العالمین و العاقبة للمتقین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. نمازهای سنت به نمازهایی گفته می شود که از عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است و در عملا ایشون این نمازها را گذاردند و یا این که ترغیب دادند که این نمازها را ما باید بخوانیم. نمازهای سنت بر دو نوع هستند: سنت قبلیه که قبل از نماز فرض خوانده می شوند و سنت بعدیه که بعد از نمازهای فرض خوانده می شوند. وقت نماز سنت هر نماز و هر وقت نمازی که خونده می شود وقت سنتش هم دقیقاً وقت فرض همان نماز هست. یعنی تا زمانی که وقت فرض هر وقتی داخل نشده و شروع نشده نماز سنت آن وقت رو هم نمی شود خواند. به طور مثال مثلا نماز ظهر رو حساب بکنیم. وقت نماز ظهر بعد از در واقع بعد از زوال شروع می شود و آغاز می شود. این وقت نماز ظهر هست. پس بنابراین نمازی که چه به عنوان نماز فرض ظهر باشد یا به عنوان نماز سنت ظهر باشد قبل از این وقت اگر کسی بخواند این نماز ادا نمی شود. قبل از این وقت ادا نمی شود. پس بنابراین باید صبر بکنند که اذان گفته بشود و معمولا اذان را برای اعلام وقت میگویند. این وقتی که یک نمازی داخل شده و آغاز شده اذان گفته می شود تا اینکه مردم بدانند که الان وقت نماز فجر یا نماز ظهر و عصر بقیه نمازها الان آغاز شده. بعد از اذان و بعد از دخول وقت میتونن نمازهای سنت را بخوانند. و نمازی که قبل از اذان خوانده می شود، نمازی که قبل از اذان خوانده می شود اون در واقع نماز سنت اون وقت نیست. چه واسه نماز خواندن جایز باشه، فرض بکنید نماز فجر هست قبل از اذان خواندن نماز جایز هست و مستحب است، چون اشکالی رو ندارد. اگر کسی قبل از اذان فجر نماز سنت فجر را بخواند به عنوان سنت فجر قبول نمی شود، به عنوان یک نفلی قبول می شود از اون. یا مثلا قبل از نماز ظهر که خواندن نماز نفل مطلق قبل از وقت اذان و قبل از زوال این جایز نیست، جز اوقات مکروه هست. و اگر کسی قبل از این بخواند، یعنی قبل از این که آفتاب زائل بشود و به وسط آسمان برسد، اون یک نماز نفلی در واقع حساب می شود و نماز سنت وقت حساب نمی شود. پس بنابراین باید مراعات بکنند وقتی که اذان گفته شد یا مطمئن شدند که وقت داخل شده آن وقت نماز سنت قبلیه رو بخونند. بله، جزاکم الله خیر. بیننده بعدی اهل مریوان هستن که پرسیدن کسی که کارهایی که خلاف اخلاق انجام داده باشد ولی حالا پشیمون شده و میخواد توبه بکنه باید به چه صورت توبه بکنه؟ چون که در کودکی مقداری دزدی کرده و الان صاحب مال فوت کرده. انسانی که در زمان کودکی یعنی در زمان قبل از بلوغ اگر دچار چنین گناه و معصیتی شده، این از نظر شرعی مکلف نبوده و گناهی بر اون نوشته نمی شود.
این از جهت نوشتن گناه و معصیت برگردن اون هست، زیرا تا زمانی که انسان به سن تکلیف نرسیده باشد گناهی برای اون نوشته نمیشود. اما بعد از این که به بلوغ رسیده، اون مال مردم را که بدون اجازه برداشته یا به سرقت برده، حکمش این است که باید بازگرداند. در مرحله اول چه مال کم باشد یا اینکه زیاد باشد، سعی بکند صاحب آن مال را پیدا بکند اگر زنده هست و اگر امکان دسترسی به اون هست، به هر صورتی که ممکن هست این مال را به اون برساند، ولو اینکه به عنوان یک هدیه باشد، به عنوان این که در داخل مخازنش بیاندازد، به هر صورتی که میتواند این مال را به اون برساند. اما در صورتی که مرده باشد، در صورتی که صاحب مال فوت کرده، از دنیا رفته، یا این که از این شهر کلا رفته و هیچ گونه آدرسی رو فعلا ازش نیست، در این صورت همان مقدار مالی رو که به سرقت برده و به ناحق برداشته، همان مال را و یک مقداری چه بهتر که بیشتر از اون را صدقه بکند، به خاطر براءت ذمه که کم نشود و بیشتر بشود اشکالی ندارد. این مال را به نیت همون صاحب مال صدقه بکند، به نیت همان صاحب مال این مال را برای صاحب مال صدقه بکند که الله متعالی رو به حساب اون می نویسد. این از دو صورت خالی نیست. در روز قیامت اگر اون شخصی که فوت کرده و مالش رو شما برداشتید، اگر راضی شد به این صدقه ای که مال خودش هست، شما به نام اون صدقه دادی که فبها و نعمه، حق به حقدار رسیده. و اگر بالفرض قبول نکند، بالفرض اگر قبول نکند، بگوید که من اون مال رو نمیخوام، الان از نیکی های شما میخوام که در روز قیامت از نیکی های شما به اندازه همون صدقه برمیدارن و عوضشون صدقه به حساب شما میرسد. پس بنابراین در هر دو صورت شما در این زمینه در روز قیامت ان شاء الله بری ذمه خواهید بود. اگر میتوانید مال را مستقیما به او برسانید و اگر صاحب مال فوت کرده و یا به نمیشناسید او را، این مال را به نام صاحب مال صدقه بدهید که این به حساب اون نوشته میشود و بدین صورت شما بری ذمه خواهید شد. بله، جزاکم الله خیر. بیانیه بعدی که از افغانستان هستن پرسیدن که حکم کسی که مدرک تقلبی برای خود درست میکند و به وسیله آن مدرک وارد شغل‌های دولتی با حقوق و مزایای خوب میشود چیست؟ آیا این درآمد برایش حلال است؟ در مورد مدرک‌های تقلبی و در واقع یک نوع فریبکاری هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که من غشنا فلیس منا، هر کسی که ما را بفریبد و از در تزویر و تلبیس وارد بشود از ما نیست. پس بنابراین خود این عمل یک عمل ناجایزی هست از نظر شرعی و جایز نیست که انسان مدرکی رو در واقع جلب کند. اما در موردی که کاری که ایشون الان سر کار رفتن با توجه به اون مدرک و حقوقی را امروزه دریافت میکنن، این حقوق را نمیشود به حساب مدرک گذاشت. این حقوقی که ماهیانه دریافت میکند در مقابل کاری هست که انجام میدهد. اگر واقعا کاری رو که از عهده اون بر نمیآید و نمیتواند انجام بدهد و کارش در واقع به صورت کامل نیست و در طرف مقابل حقوق میگیرد، این حقوق حلال نیست برایش، زیرا که کاری رو انجام نداده. اما اگر با وجود این که مدرکش تقلبی هست، سر کاری رفته، یک جای استخدام شده، اما این به خاطر زحمت و تلاشی که خودش دارد و اون کار را به صورت احسن انجام میدهد، به همان صورت که یک انسانی که اگر مدرک واقعی می داشت این کار را انجام میداد، الان این فرد ولو اینکه مدرکش تقلبی هست همان کار را به همان صورت یا بهتر انجام میدن. در این صورت ما نمیتوانیم حکم بکنیم که درآمدش حرام هست. درآمدش حلال هست، اشکالی رو نداره، اما خود این عملی رو که انجام داده مرتکب یک گناهی شده و از این عمل باید توبه بکند. بله، جزاکم الله خیر. بیانیه بعدی پرسیدن که اگر یه پسر با دختری با هم پشت تلفنی حرف بزنن حرام است یا حلال؟ در مورد ارتباط با نامحرم به صورت یک اصل هست که تا زمانی که نیازی نباشد جایز نیست که انسان با نامحرم صحبت بکند، چه مردی با زن صحبت بکند یا اینکه ابتداءً یک زن نامحرم با مرد نامحرم سخن بگوید. و این به صورت یک حکم اصلی و اساسی است. تا زمانی که با همدیگر محرم نیستند اجازه سخن گفتن رو هم ندارند. منتها در مورد نیاز جایز هست، در صورتی که نیاز باشد هیچ گونه اشکالی رو ندارد. به طور این مانند این که مثلا یک زنی به بازار می رود برای خریدن مایحتاج خودش، هیچ گونه اشکالی ندارد با صاحب مغازه صحبت بکند. پشت تلفن هست، کسی زنگ میزند به خونهشون، جواب تلفن را بدهد، هیچ گونه گناه و معصیتی بر این نوشته نمی شود. اما صحبت هایی که بی مورد هست یا صحبت هایی که در موارد عشق و عاشقی و موارد دوستی های در واقع ناشرعی هست و نامشروع، در این صورت قطعا حرام و ناجایز است. بله، تشکر میکنم از شما. بیانیه بعدی از سنندج پرسیدن که
آیا درست است برویم پیش شخصی توبه کنیم، شخص مشخصی؟ مثلا پیش شیخ حسام الدین در کردستان هستن، میگن که فلانی توبه کار شیخ حسام الدین است، باید این کار رو انجام بدیم یا باید مستقیم از درگاه الله توبه کنیم؟ گناهی رو که انسان مسلمان مرتکب می شود، این گناه رو در حق الله انجام داده. یعنی شما نافرمانی کردید از الله متعال، باید از الله متعال معذرت بخواهید و به پیشگاه الله متعال توبه بکنید. این الله متعال هست که توبه شما را بپذیرد یا نپذیرد. شما در حق الله کوتاهی کردید، عصیان و نافرمانی کردید، پس بنابراین باید از خود الله متعال شما معذرت بخواهید و توبه بکنید. و این که بروید پیش یک شخصی توبه بکنید و اظهار گناه بکنید، این از نظر شرعی جایز نیست. انسانی که مرتکب گناهی شده فیما بینه و بین الله، کسی خبر ندارد که شما چه گناهی رو انجام دادید، فقط خودتون میدانید و خدای شما میداند. از نظر شرعی جایز نیست که شما برای شخص دیگر اظهار بکنید و تعریف بکنید که من فلان کار را مرتکب شدم. و خود این تعریف کردن گناه اهم از این که برای یک عالم باشه، برای یک شیخ باشه یا برای دوست و رفیق باشه، این یک گناه هست. جهر به گناه، یک مجاهره به گناه. از رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند کل امتی معافى، تمام امت من بخشیده میشوند و معاف میشوند الا المجاهرین، و مگر آن کسانی که جهرا گناه میکنند، گناهشون رو در ملأ عام انجام میدهند. و این من المجاهره، در ادامه حدیث میفرماد که یکی از صورتهای مجاهره، گناه علنی کردن، این است که انسان شبانه یک کاری رو انجام میدهد فیما بینه و بین الله و کسی خبر ندارد. الله متعال در واقع او را پوشیده، گناهش را از دیدگاه بقیه مردم خبر نیستند، اما خودش فردا میاد تعریف میکند من دیشب، دیروز، پریروز فلان کار و فلان گناه رو من انجام دادم. این از مجاهرت هست. پس بنابراین گناه را اساساً برای هیچ کسی نباید تعریف بکنید، نه برای دوستان و آشنایانتان و نه برای یک عالم یا شیخی میخواهید برای اظهار ندامت بکنید. همین که شما بگویید من گناهی رو مرتکب شدم، اظهار ندامت بکنید کافی هست. لازم نیست که جزئیات گناهی رو که انجام دادید برای کسی تعریف بکنید. پس بنابراین شما مرتکب گناه و معصیتی شدید، نافرمانی الله را کردید، فقط و فقط این گناهتون را باید با الله متعال در میان بگذارید و تنها از الله متعال باید معذرت بخواهید و استغفار بکنید و اظهار این گناه برای افراد دیگر ولو این که به عنوان توبه باشد جایز نیست، چه شیخی باشد، چه عالمی باشد، چه دوست و رفیقی باشد. شیخ این مسئله هم که شیخ یعنی این برادرمون زدن تقریبا در مذهب‌های دیگه، دین‌های دیگه مثل مسیحی وجود داره دیگه. مثلا اینکه کسی که مسیحی میخواد توبه کنه میره پیش پاپ و رهبر کلیسای خودشون و اونجا حتی به گناهانش اعتراف میکنه. شاید این چیزا از این ادیان وارده. این اعتراف به گناه در شریعت اسلامی صرفاً در برابر الله متعال هست. غیر از الله متعال در هیچ جا انسان نباید اعتراف به گناه بکند، مگر در صورتی که فرض بکنیم که جرم و جنایتی رو به مال کسی تعرضی کرده، مال کسی رو مثلا از بین برده. در دادگاه وقتی که محاکمه میکنن، خب وقتی گناهی رو انجام داده، تعرضی به مال جان کسی کرده، این حکمش حکم جداگانی هست. اما به عنوان این که به خاطر توبه کردن و اظهار گناه باشه جلوی یک عالم یا جلوی یک شیخ باشه، چون این چیزی در اسلام وجود ندارد و این صرفاً الله متعال است که توبه را قبول می کند. و این شیخی که شما در وسط اینو قرار دادید، این عملا هیچ کاری برای شما نمی کند. چه بسا اون ارادتی که در قلب شما هست، اون شکستگی که در قلب شما هست، اون ندامت و پشیمانی که در قلب شما هست، این بهترین شفیع هست برای شما در درگاه الله متعال. شما نباید از الله متعال ناامید بشوید که من در درگاه الله متعال شاید روی رو نداشته باشم، الله متعال توبه ما را قبول نکند. بلکه آن کسانی که گناهی رو انجام دادند و توبه کردند و پشیمان شدند، نزد الله متعال از جایگاه بسیار ویژه‌ای برخوردار هستند. حتی در روایت اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند وقتی که یک انسان گناهکار توبه می‌کند و معذرت می‌خواهد از الله متعال، الله متعال چنان خوشحال می شود که بالاترین درجه خوشحالی را رسول الله صلی الله علیه و سلم وصف کردند. گفتند بالفرض یک انسانی برود در یک بیابانی با مرکب و سواری خودش، فرض کنیم با یک شتر در یک بیابانی قدم میزند و در این بیابان بره برهوت که هیچ گونه آب و گیاهی و امیدی برای زندگی نیست، این شترش با تمام آذوقه هایی که دارد از بین می رود و گم می کند این شترش را. هر طرفی که می رود، سمت راست و چپ، هر طرف که می رود راهی برای نجات
نجات نیست و نهایتا سرش را بر روی سنگی میگذارد به امید این که این لحظه نه لحظه بعدی مرگ سراغش میآید. بعد از مدتی که به خواب میرود، وقتی که بیدار میشود میبیند که شترش با بار آذوقه‌اش بالای سرش ایستاده. این انسان از فرط خوشحالی میگوید که خدایا تو بنده منی، من خدای تو هم. این از بس که خوشحال شده دچار اشتباه زبانی می شود و میگوید پروردگارا من خدای تو هستم و تو بنده من هستی، از بس که زیاد خوشحال بوده. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که الله متعال از توبه انسان گناهکار از این فرد هم بیشتر خوشحال می شود. پس بنابراین آیا با وجود چنین پروردگاری، با وجود چنین رحمت گسترده، بازم نیازی هست که انسان برود پیش یک فرد دیگری، پیش عالم و شیخی اظهار ندامت بکند؟ قطعا هیچ گونه موردی رو ندارد و فقط باید به درگاه الله متعال مراجعه بکنید و توبه و استغفار رو فقط از الله متعال بخواهید. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی پرسیدن که اگر من بخواهم پول خودم رو نزد بانک بگذارم و بانک بخواهد به من سود بدهد، آیا حرام است یا حلال؟ که سوال درباره سود بانکی زیاد میشه از بیننده. گرفتن سود یا دادن سود این به اتفاق تمام مذاهب و تمام نهله‌های اسلامی حرام هست و گناه هست. روایتی در صحیح مسلم هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم نفرین کردن لعن الله آکل الربا و موکله و شاهده و کاتبه، که الله متعال لعنت بکند، نفرین بکند اون کسی که ربا میخورد، اون کسی که ربا میدهد، آن کسانی که شاهد ربا هستند و آن کسانی که نویسنده ربا هستند، ثبت میکنند این ربا را. تمام این افراد از زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم مورد لعن و نفرین قرار گرفتند و در آیات صریح قرآن کریم این عمل حرام شمرده شده، بلکه یکی از بزرگترین گناهان است. الله متعال میفرماد یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمن هستید ربا رو رها بکنید، ولو اینکه ربایی رو قبلا انجام دادید و امروزه متوجه گناه خودتان شدی، اون ربا رو رها بکنید، دوباره سراغ آن ربا نباید بروید. و گناه این ربا از گناه بسیاری دیگر از گناهانی که از دیدگاه ما گناه بزرگی هستند، این ربا از همه اونها بالاتر هست. اما مردم گناهان کوچکتر رو در واقع بزرگ میشمارند و باید گناه رو بزرگ شمرد، اما عظمت این گناه رو که اعلام جنگ با خدا و رسول هست، اینو در واقع کم گرفتن. در روایتی از ابو هریره رضی الله تعالی عنه است در سنن ابن ماجه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند الربا 70 حوبا، که ربا 70 گناه دارد یا گناهش 70 درجه هست. ایسرها ان ینکح الرجل امه، کمترین درجه این 70 درجه، کمترین درجه گناهش این است که انسان با مادر خودش زنا بکند. انسان مسلمان در جامعه گناهان دیگری هست، اونها رو گناه میشمارند، اما این ربا رو متاسفانه گناه نمیشمارند، در صورتی که بنابر روایات صحیح و صریح رسول الله صلی الله علیه و سلم یک بار ربا گرفتن یا یک درهم ربا، یک عمل ربا شاید برابر با 70 زنا با محارم باشه، که یک گناه بسیار سنگینی هست. چه این ربا از بانک گرفته بشود یا این که از یک شخصی گرفته بشود یا به بانک داده بشود یا به شخص دیگری داده بشود، حکمش متفاوت نیست، حکمش دقیقاً یکی هست و در هر صورت ربا در هر سطح و میزان و با هر درصدی باشد حرام قطعی و 100% است. بله، تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی در مورد نماز پرسیدن، از کار بعد نماز پرسیدن، گفتن که بنده بعد از خواندن هر نماز 10 بار کلمه سبحان الله و بحمده و سبحان الله العظیم را میخوانم، آیا بدعت محسوب نمی شود؟ اذکاری رو که در واقع اوقات مشخصی رو ندارند و به عنوان یک ذکری بعد از یک زمان مشخصی به عنوان بعد از نماز مثلا تعیین نشده، اولاتر این است که این اذکار رو انسان نباید وقتی رو برایشون تعیین بکند، یک التزامی باشد که حتما در این وقت این عمل رو باید انجام بدهد. از نظر شرعی مشکلی نیست که انسان برای خودش یک برنامه ریزی بکند، مثلا نمیشه اذکاری رو برای خودش تعیین بکند به عنوان اذکار صباح و مسا اینها رو بخواند، اون چیزی که در شریعت اسلامی مشروع هست، اما سعی بکند که آنچنان پایبند یک وقت مشخصی نباشد که اگر اون وقت رو رها کرد این در واقع احساس گناه بکنه. در هر وقتی جایز هست، چه بعد از نماز باشد چه قبل از نماز باشد، در صبح و شام گفتن این اذکار جایز هست، اما سعی بکنند که وقت و زمان مشخصی رو برایش تعیین نکنند. خیلی ممنون از شما. بیننده بعدی پرسیدن که پسردایی هم با زنش نماز نمیخواند، خانه از خودشان دارند ولی فعلا بیکار و نیازمندن، آیا می توانم زکات را به آنها بدهم؟
به عنوان ادا شدن زکات اشکالی ندارد. اگر به فردی که فاسق هست اون زکات رو بدهد یا فردی که به تعبیرشون نماز نمیخوند زکاتش ادا می شود. هیچ گونه اشکال شرعی در این زمینه وجود ندارد، مگر بنابر نظر کسانی که معتقد هستند که انسان با ترک نماز کافر می شود. وقتی که اگر این نظریه رو ما نگاه بکنیم، پس بنابراین دادن زکات به تارک نماز جایز نیست. اما بنابر قول جمهور علما کسی که نماز را به خاطر سستی و تنبلی ترک کرده این در واقع فاسق هست اما کافر نمی شود. و بر این مبنا نظر بنده این است که دادن زکات به فرد بی نماز جایز هست، زکات ادا می شود. اما اولاتر و بهترین است به کسانی که اهل نماز و اهل طاعت هستند این زکات را به اونها بدن تا اینکه یک تقویتی بشود در زمینه دیانت و دینداری. بله بدون شک. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی پرسیدن که زن حامله یا زنی که شیر به بچه میدهد اگر روزه نگیرد باید چه کار کند؟ زنی که حامله هست یا این که بچه شیرخواری رو دارد از نظر شرعی حکمش حکم مریض هست. یعنی یک نوع مریضی تعریف شده و در مورد بیماری الله متعال صراحتا در قرآن کریم میفرماند که و من کان مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر. حکمش این است که در ماه مبارک رمضان اجازه دارد روزه نگیرد به خاطر این عذری که دارد، حامله هست نمیتواند روزه بگیرد یا این که نوزاد و کودک شیرخواری رو دارد نمیتواند روزه بگیرد، اشکال ندارد روزه نگیرد. اما بعدها که این عذرش برطرف شد از نظر شرعی باید به جای به تعداد روزه هایی که روزش نگرفته به همان تعداد باید دوباره روزه بگیرد. و کفاره هم داره یا نداره؟ کفاری بر اون لازم نیست، صرفا همون در واقع روزه رو بگیرد، قضا بیارد بدون کفاره. بله جزاکم الله خیر. از اتاق فرمان خواهش میکنم که شماره تماس بینندگان رو زیرنویس بکنن و از بینندگان عزیزی که تماسشون نیز وصل میشه تمنا دارم که صدای ما را از تلفن بشنون، یعنی صدای تلویزیون را کم بکنن و فقط از تلفن صدا رو بشنون، چون که فاصله هست، یعنی فاصله وجود داره بین اینکه صدای ما از تلفن بشنوید و صدای ما از تلویزیون پخش بشه. برای همین همیشه با این مشکل مواجه هستیم و صداها دیر میاد و شما منتظرین که صدا از تلفن از تلویزیون بشنوید. بیننده بعدی پرسیدن که من 3 میلیون تومان بابت رهن خانه به صاحب خانه دادم و خودم 1 میلیون و 800 هزار بدهکارم. آیا زکات واجب میشه؟ زکات در صورتی واجب می شود که به مقدار 20 مثقال طلا برسد. یعنی پول معادل 20 مثقال طلا باشد. 3 میلیون یا کمتر از اون تا جایی که من گمان می کنم این به عنوان به قیمت 20 مثقال طلا نمی رسد، پس بنابراین زکاتی رو نداره. و در مورد وامی که بر عهده انسان هست، اگر وام بگونه‌ای هست که میخواهد این وام رو پرداخت بکند، این وام مانع زکات هست. وامی که بر عهده یک انسانی هست و میخواهد که آن را ادا بکند و به صورتی اگر این وام رو پرداخت بکند باقی مانده مالش به اندازه زکات نمیرسد. پس در این صورت با وجود چنین وامی زکات بر انسان لازم نمی شود. اما اگر یک وامی هست که بر عهدهش هست و فعلا قصد ادایش را ندارد و همیشه طلبکار یا بدهکار از در بازار، چون این وامی مانع زکات نیست و انسان باید اون سرمایه‌ای رو که دارد زکاتش رو کاملا پرداخت بکند. بله تشکر میکنم از شما. تماس بینندگان عزیز را بگیریم. اولین بیننده سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم. سلامت باشین، بفرمایید. یه سوال از شیخ خواستم آقا. در خدمت شما هستیم. چی؟ بفرمایید در خدمت شما هستیم. میگم یه سوالی از جناب شیخ دارم. صدای شما داره پخش میشه و منتظر سوال شما هستیم. من از خب لطف کنید یک کمی بلندتر صحبت بکنید چون صداتون خیلی پایینه بیننده عزیز. من از خب شیعه بودم. خب بله. نماز نمیخوندم، خب روزه نمیگرفتم، بعد یه اعمالی هم میکردم. حالا خدای شکر از برنامه خودتون و کلمه و رساله هست بعد الان دیگه چیز سنی شدن. الحمدلله. آیا خدا خیلی ممنون. آیا خدا دیگه گناه از رو میبخشه؟ بله. سوال دیگه این داریم بیننده عزیز؟ چی؟ نه همین. خیلی ممنون. تشکر میکنیم انشاءالله. خیلی ممنون. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم، بفرمایین. الو سلام. و علیکم السلام و رحمت الله. خسته نباشید قربان. سلامت باشین، بفرمایین. سوالی داشتم از خدمت مولانا. در خدمت شما هستیم، صدای شما داره پخش میشه. ببخشید من نمیتونم برم نماز جمعه، یعنی کارم یه جوریه نمیتونم ترک کنم کارمو. بله گفتم حکمش چجوریه؟ بله. دست مولانا هم طرف من به موسیقی انشالله. سلامت باشین. سلامت باشین. ممنون. خدا. تشکر میکنم شما. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایین. الو. سلام علیکم، بفرمایین. سلام، خسته نباشید. سلامت باشین، بفرمایین. عبدالله هستم، از ایران تماس میگیرم. آقا عبدالله از ایران، در خدمت شما هستیم. من یه معذوریت داشتم، میخواستم معذرت شما بگم. من موقع که روز 2-3 بار آب بدنم اینجوری میاد. بله لباسام کلا دیگه بی‌نماز میشم. مثلا هر موقع میرم دستشویی میام لباسام بعد چی میشه؟ معذوریت داشتم، مریضم، مثلا بعد بدن آب بدنم میاد. بعد این چجوری میشه نماز خوندن؟ مثلا لباسام هر نماز عوض کنم یا نه؟ بله. ما بریم نه. سلامت باشین، تشکر میکنم. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایین. علیکم السلام. بله بفرمایید، در خدمت شما هستیم. خود سوال مستقیم در تلفن پخش نمیشه صدای ما. ببخشید گفتیم که از تلفن صدای ما رو بشنوید، چون که صدا دیر میاد و شما هم لطف کنید از خود تلفن سوالتون رو مطرح بکنید و منتظر تلویزیون نمونید که صدا پخش بشه. بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. نباشید مولانا صاحب چند سوال داشتم درباره چیزی اگر بخواید جواب برای ما بدم. در خدمت شما هستیم، منتظر سوال شما هستیم. در هفته گذشته از مولانا صاحب گفتن که درباره یعنی کسی که در عمره میره یک دفعه چند عمره میکنه. بله. درباره یعنی گفتن. بله. حال تو رسل ما در سعودی هستیم، باز در مکه که در عمره کردن میریم، به جده هستیم. بله. باز وقتی که در عمره کردن اونجا میریم ما خب نمیتونیم که یک دفعه میریم عمره میکنیم، باز یک عمره خب به خاطر خودمان کردیم، یک عمره دیگر به خاطر قبلگاه میکنیم، چرا که قبلگاه فوت کرده. باز نمیشه که ما اینجا جده بیاییم دوباره برگردیم باز بریم برای از عمره کنیم. آیا این کدام اشکالی داره؟ بله انشالله پاسخ دریافت میشه. یک سوال دیگه هم داشتم درباره این. بله. مثلا این مولانا صاحب گفتن که یک نفر راه بلد است، یک کسی را یک جای انتقال میده، باید یک مزد مناسب به خود بگیره. بس سوالتون واضح نبود. من گفتم مولانا صاحب هفته پیشینگه گفت یک نفر مثلا راه بلد است، فقط یک کسی یک جا میخواهد بره و راه بلدی کنه، یک مزد مناسب به خود باید بگیره. بله بله. این حال ما از اینجا از جده که تا مکه میریم کرایه یک نفر 15 ریال است. بله. در موسم حج که ما میخواستیم بریم علی جان، باز از ما میگیرن 350 ریال. بله. باز ما امسال در حج میرفتیم، در یک وقت سوار شدیم میرفتیم در مکه به خاطر مراسم حج 350 ریال این نفر گپ زده بودیم. در اونجا که رسیدیم امین نفر برای ما گفت فقط لطف کنید مختصر سوال مطرح کنید بیننده عزیز. امین مختصر امی است که امی آدم قدیما 350 ریال نفر قدیما قرار کرده بود تا مکه را. بله. اونجا که ما رسیدیم این برای ما گفت که پیسه ما گفتیم چقدر میشه، گفت چقدر پیسه میشه. ما به اون مقدار پیسه را که دادیم، بعدا او رفتن پس ما فهمیدیم که 1050 ریال از این آدم پیش ما ماندن. بله. حالا او آدم دیگه ما را پیدا کردن نتونستیم و 1050 ریال پیش ما ماند. همین چطور میشه؟ درباره همین میخواستم. بله ان شاء الله پاسخ دریافت میشه. یالا. تشکر میکنیم. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایین. سلام علیکم، بفرمایین. سلام علیکم، بفرمایین. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، بفرمایین. خسته نباشید. با عرض سلام خدمت جناب عالی و مولانا صاحب. سلامت باشین، بفرمایین. میخواستم یه سوالی بود که همیشه تو ذهن من می اومد و
همیشه تو این شبکه‌های توحیدی میان میپرسند و من جواب درستی هم تا حال نگرفتم. اگه لطف بکنید از مولانا صاحب بپرسید در زمینه تشهد هست تحیات که میخونید. بله. وقتی که میگیم السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، معمولا میپرسند که ما اهل سنت اعتقاد داریم که مرده ها نمیشنوند. به نظر من یک چیز تو ذهن من هست از قدیم، نمیدونم جای خوندم یا شنیدم، که این نقل قول رسول الله صلی الله علیه و سلم و گفتگوی آن حضرت با الله جل جلاله بوده که وقتی که رفته به معراج خداوند بهش گفته السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، آن حضرت در جوابش عرض کرده که السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. میخواستم از مولانا صاحب بپرسید که آیا این چیزی که من واقعا شنیدم یا خوندم جایی واقعیت داره یا نه چیز دیگه اگه هست توضیح بده برای ما. خیلی متشکرم. بنده ابو عرفان هم هستم، میخواستم این افرادی که اینجا میان فحاشی میکنن بهتون بگم که اینا میسوزند، اذیت میشن از این جوابهایی که مولانا صاحب میده، زجر میکشند و اینجوری این حرفا رو میزنند. ما خوشحال میشیم که اینا زجر میکشند. دست شما درد نکنه. خدا حافظ. سلامت باشین. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایین. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایین. ظاهرا قطع شد. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایین. و علیکم السلام. یه سوال داشتم. در خدمت شما هستیم. سوال من همین بود، اگه من مرتکب دزدی شدم ولی حالا میترسم اگه به ایشان بگم مثلا من اینقدر مالت برده بودم حالا پسیت میدم، بله، اون هم تقاضا میکنه که نه تو بیشتر برده بودی اینقدر نبرده بودی. مثلا ارباب خوبی نیستن، حالا من پیشش کار میکنم ارباب خوبی نیستن. بله. یعنی که چه کار کنید در مقابل این مشکل؟ سوالتون دیگه انشاءالله پاسخ رو دریافت خواهید کرد. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایین. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایین. شبکه وصال حقه؟ شبکه وصال حق، برنامه پرسش و پاسخ و منتظر سوال شما هستیم. سلام، خسته نباشه. من واقعا خسته نباشه میگم خدمت برادران عزیزی که اینقدر تلاش میکنن. وقتی سوال داشتم خدمتتون، میخواستم بپرسم که من خودم سیده هستم. بله. بعد شنیده بودم داخل این سخنرانی‌ها یا اینکه این روحانیایی که داخل ایران صحبت میکنن گفتن که کسانی که از اهل بیت پیامبر هستن اینا در روز قیامت که در واقع به سرای محشر میان اینا در جهنم جای نمیگیرن، جایی هستش به اسم زمهریر که اینا اونجا میرن. میخواستم ببینم واقعا چیزی هم مدرکی هستش یا یه قرآنی هستش که اینو ثابت بکنه یا اینکه نه ما هم با بقیه دیگه محشور میشیم. یعنی این صحبت رو از اهل سنت شنیدین یا از تشیع؟ نه، من از تشیع شنیدم. خودم الان شیعه هدایت هستم. الحمدلله. خیلی سالا هست که دوست دارم، من شوهرم الان دوست داریم بدونیم. بله. ولی شما هم شبکه شما هم شبکه کلمه رو که میگیریم متاسفانه کمتر موفق میشیم که تماس برقرار کنیم و خیلی از سالا بر ما وجود داره که نمیتونیم تو این کتابی که تو ایران هستش بتونیم پیدا کنیم، چون کتاب اهل سنت معمولا در دسترس نیستن. خیلی سالا هست که میخوایم بپرسیم ولی خب متاسفانه نمیدونم. من اینو از اهل تشیع شنیدم، از اون قولن آخوندهایی که تو سخنرانی‌ها دارن و خواستم واقعا برای خودم روشن شه آیا آیه هستش، حدیثی هستش که واقعا این حدیث تو صحیح بخاری باشه که چون حدیثاشون صحیح هستن. خواستم اصلا همچین چیزی وجود داره یا که نه لطف پروردگار شامل حال مثلا همه به این شکل هستش. بله. انشالله پاسخ رو دریافت خواهیم کرد بیننده عزیز. تشکر میکنم از شما. ممنونم، زنده باشین، پس منتظر باشم. سلامت باشین. انشالله پاسخ دریافت. انشالله در راهتون هم سخت قدم بردارین، چون تو ایران هم خیلی کسایی هستن که ما در حال حاضر تبلیغات شما رو بهشون میرسونیم و خیلی مشتاق هستن که سلامت باشین. سر بلند باشین. خواهش میکنم. خدا نگهدار شما. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایین. علیکم السلام، خسته نباشین. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایین. شبکه وصال حق.
شبکه وصال حق و برنامه پرسش و پاسخ منتظر سوال شما هستیم. ببخشید من این هفتم تماس گرفتم درباره پسرم. پسر من اعتیاد داره. آیا داره اعتیاد دعا داریم یا نه؟ این هفته من زنگ زدم از شما سوال کردم ولی سوالای من پاسخ ندادیم. یعنی سوالتون چه بود؟ سوال من این بود درباره پسرم. پسر من معتاده. آیا درباره معتاد دعا داریم یا نه؟ برای درمان اعتیاد یعنی انشاءالله پاسخ دریافت میکنیم. گفتم شما اونجا این براش دعا کنیم که انشاءالله به کمک الهی این بتونه بذاره کنار. انشاءالله پاسخ دریافت میکنیم. تشکر میکنیم از شما. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. سعید هستم از ترکستان. آقا سعید از تاجیکستان، در خدمت شما هستم. همین نماز تهجد. بله. با تیمم خوندن میشه؟ نماز تهجد به چه صورت؟ با تیمم. با تیمم. حضرت ما برق نداریم شبها در فصل سرما بیسان کمی مشکل است. این نماز ببخشید سوالو میشه دوباره تکرار بکنید؟ با تیمم کردن نماز تهجد خوندن میشه؟ در صورتی که نماز تهجد ما در فصل سرما برق نداریم بیسان کمی مشکل است. بله سوال واضحه، انشالله پاسخ دریافت خواهید کرد. با سوال داشتم. بفرمایید. شخص فاسق در نماز جنازه پیش نماز شب بر میت ضرر ندارد؟ شخص فاسق. فاسد، بله فاسق در نماز جنازه پیش نماز میشه. هستن در اون نماز جنازه شرکت دارن ولی خونه نیوزه ما نمیگذارد که فقط همون خطیبا بله پیش نماز هم بعضی خطیبا ما در شریعت مستوار نیستن. انشاءالله پاسخ رو دریافت خواهید کرد. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. لطفا صدای ما رو از تلفن بشنوین و بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام. خسته نباشید. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. ببخشید با یزید واسطانی میشه بگه بخشید صداتون خیلی پایینه، اگه لطف کنید صداتون رو بلندتر کنید. الان یک لحظه ببخشید. ظاهرا قطع شد صداشون. سلام علیکم، بفرمایید. سلام جناب، خسته نباشید. سلامت باشین، بفرمایید. میخوام جناب یه سوالی داشتم از کارشناس محترمتون. در خدمت شما هستیم. جناب این واسه خود من یه ذره چند وقت جای فارس شده چجوریه مثلا تو کتاب تو قرآن مثلا این آیه در مورد بخشید صداتون داره قطع و وصل میشه، که لطف کنید شماره صحبت کنید. جناب الان خوب صدا شد؟ بازم صدا واضح نیست، خیلی قطع و وصل میشه. شیخ شما متوجه صدا میشه؟ خدمتتون عرض کردم که الان بهتره. تو قرآن مثلا این همه آیه اومده مثلا در مورد حرام و خوب و تنزیل و همسران پیامبر و این همه آیه اومده. آیا خداوند نمیدونه این آینده رو پیش بینی کنه یه دونه آیه سری در مورد خلافت و جانشینی مثلا نازل کنه که این همه ملت کشته نشن، این همه ملت تو عراق، تو سوریه، تو لبنان این همه کشته نشن؟ آیا خداوند نمیدونه این آیه رو یا توانش نمود یا نمیدونه آینده رو پیش بینی کنه؟ بله سوالتون واضحه. ان شاء الله پاسخ دریافت خواهید کرد. سلامت باشین. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. استاد همین سوره واقعه اگر هر شب کسی بخواند. ببخشید سوال اگه میشه دوباره تکرار کنید. سوره واقعه را بله
هر شب بعد 6 شب بعد نماز مغرب کسی بخواند خداوند از فقر و تنگدستی از مشکلات نگاه می‌داره. همین حدیث است، نمیدونم شنیده ما علما حدیث نیست، همین حدیث است. بله. سوال دیگه ما همین در جای ما صدقه میکنند بعد مردن، بعد شخصی وفات کند. بله. در تاجیکستان اگر شخصی وفات کند بعد وفات کردن صدقات میکنند. بله. بعد 3 روز 20 روز 6 ماه 1 سال صدقه مخصوص امروز هر روز تعیین کرده صدقه میکنه هر روز. یعنی این همیشه عادت هست بین مردم که یا بعد از 3 روز یا 20 روز یا 6 ماه 80% 90% مردم بعد هر کسی وفات کنه اگر بعد وفات کردن بعد 3 روز صدقه میکنن. بله. بعد 20 روز وفات کردن 20 روز بعد باز صدقه میکنن. بله. یک گواه یک چی زب میکنن. سوالتون واضحه. بعد 6 ماه 1 سال همه صدقه میکنن. همه صدقه رو خوردن درست. بعضی علما میگن مکروه، بعضیش میگه باکی نداره. برای پرسیدم شما استاد چی میگه؟ بله. سوالتون واضحه ان شاء الله. در جای ما برق نیست. استاد بخشی تکرار همین کردم میگه از اون سوید نیست در جای ما برق ما شما سوید مردک دیدن نمیتونیم. بله ان شاء الله اینم سوال میکنیم و تکرارش مشخص هست این در چه روزای پخش میشه که اتاق فرمان ان شاء الله سوال میکنیم و بهتون ابلاغ میکنیم. تشکر میکنیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلامت باشین. بیننده بعدی رو بگیریم. شیخ 14 سوال گرفتیم کافیه یا؟ سلام علیکم بفرمایید. سلامت باشین بفرمایید. وصال حق و برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما هستیم. با عرض سلام خدمت شما و شیخ گرامی. یه سوالی که من برام مطرح شده اینه که کنیزایی که در زمان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بودن، این کنیزا تو قرآن من یه سوال برام پیش اومده که میپرسن این کنیزا واقعا مال کسایی بودن که دوستانه بودن یا بهشون حلال بود منظورم اینه یا میتونستن از اون کنیزا استفاده مثلا جنسی هم ازشون بکنن؟ بله. بعد سوال دیگه اینه که اگه جواب بدید ببخشید که راه درست حفظ کردن قرآن با تفسیر و معنی که مثلا آدم بتونه راحت با فهم و درک اونو حفظ کنه واقعا که شما خیلی تلاش کردن بعضی وقتا یه جوری خیلی سخت میشه برام مثلا دیگه مثلا میخوام عزیز شما اگر یک برنامه مخصوصی هست یعنی البته الان شده تقریبا 2 برنامه در مورد حفظ قرآن داریم، برنامه که آقای سلیمانی دارن و هر روز هم یه روز مشخصی پخش میشه. جواب بده من خیلی ممنون میشم. اگه نگفتن چیکار نداره ان شاء الله اینو توضیح میدیم ولی خیلی ممنون باشه ان شاء الله. خدا اجرتون بده. سلامت باشین. خداحافظ. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم بفرمایید. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله بفرمایید. این شبکه وصال حق است؟ شبکه وصال حق برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. استاد من از شما به نهایت خوشحال هستم در این شبکه که شما تشکیل کردیدان و به نهایت منتظر هستم استاد عبدالقدوس دهقان. سلامت باشید. من تشکر میکنم از شما. یاد میکنم و پروردگاری رحمان و رحیم که با این سبب کانال وصال حق شما ما رو در این راه حقیقت توحید هدایت کرد پروردگار. سربلند باشین. باور کنید خدا رو مسلمان حس میکردم لیکن شرک چی بود توحید چی بود به این وقت فهم کردن نمیتونستین استاد. سلامت باشین. من تشکر میکنم از شما. با این سبب استاد عبدالقدوس دهقان به این عقیده ما صحیح شد. الحمدلله که پروردگاری که ما بنده گمراه شد در این راه حقیقت هدایت کرد. الحمدلله. همیشه از شما خواهش میکنیم پروردگار شما رو در این راه حق استوار زنده نگاه بداره. سربلند باشید. سلامت باشید. من بسیار منتظر هستم. من میخوام با استاد عبدالقدوس دهقان صحبت کنم اونها رو. بفرمایید.
الله متعال انشاءالله یعنی تمام و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستم. همیشه خداوند را شکر میگم که ما دعای شما هستیم، دعای شما هستیم. پروردگار شما رو در این راه حق و زنده نگاه بداره. ما هم همچنین تمام دوستان ما دعاگوی تمام شما بینندگان عزیز و ارجمند هستیم، خصوصا بینندگان عزیز ما در تاجیکستان که واقعا محرومیت‌های زیادی رو متحمل شدند و از نظر دینی واقعا نیازهای شدید و مبرمی دارند. ما همیشه دعاگوی شما هستیم، دوستان همیشه ذکر خیر شما را در این شبکه میکنند و امیدوار هستم که الله متعال هدایت را نصیب همه من و شما انشاءالله بگرداند و حسن خاتمه و زندگی شرافتمندانی را همیشه نصیب تمام من و شما و مسلمانان بگرداند. آمین. تشکر میکنم از شما بیننده عزیز. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. لطف کنید صدای ما را از تلفن بشنوید و بفرمایید. ظاهرا قطع شد. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. به سال حق برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما هستیم. سلام. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. سلام، خسته باشید. سلامت باشین. اگر سوال شرعی دارین بفرمایید. میخواستم بگم که آقا کسی که به قرآن الکی قسم کنه حکمش چیه؟ بله. الو. یا میخواستم بگم کسی که به قرآن الکی قسم کنه حکمش چیه؟ بله، سوالتون واضحه. میخواستم بگم کسی که به قرآن درست قسم. سوال دیگه هم دارین لطف کنید بفرمایید. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. ظاهرا قطع شد. من از بینندگان عزیز خواهش میکنم که صدا رو از تلفن بشنون، منتظر صدای ما از تلویزیون نباشم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بفرمایید بیننده عزیز. محمد الهی هستم. بله آقا محمد عزیز در خدمت شما هستیم. عرض ادب دارم حضور محترم سرور عزیز و ارجمندم استاد بزرگوار دهقان عزیز. بنده هم خدمت شما عرض ادب و سلام دارم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من کوچکتر از اونیم که سرور عزیزم بخوام راجب این چیزا با ایشون صحبت کنم. ایشون علمش بیشتر از ماست. من شرمندم. در برنامه گذشته استاد عزیزم یه شخصی سوالی پرسید. البته استاد بزرگ من کوچکتر از اینیم که این حرفا رو بزنم، ببخشید من شرمنده شما، ولی خب برام سوال پیش اومده. شخصی با وجودی که الله متعال میفرماید در قرآنش خارج از دینتون کسی رو دوست نگیرید و این که به هر حال کسی که قرآن رو قبول نداره، کسی که نمیدونم دین اسلام رو قبول نداره، خب به هر حال طبق گفته الله خب اینا مشرکن. کسی که اصلا برخلاف آیات الله عمل کنه، اصلا قرآن رو که قبول ندارن مسیحی‌ها، نصارا، اصلا اسلام هم که قبول ندارن. شما خودت بهتر میدونی، ولی برای من سواله. شخصی از شما پرسید که با مسیحی‌ها میشه ازدواج کرد، شما فرمودید بله. حالا من نمیدونم، البته دین فکر میکنم میگه اگر مسلمان بشه میشه، اما من حالا نمیدونم، شاید متوجه عرایض شما نشدم. آیا میشه اصلا با یه شخص مسیحی ازدواج کرد که اصلا الله قبول، قرآن قبول نداره، اصلا و رسول هم قبول نداره؟ حالا من نمیدونم میشه با این شخص ازدواج کرد که شما مثلا به اون آقا فرمودید که خداوند دستور داد میشه، یا مسلمون بشه میشه یا اصلا مسلمون هم نشه میشه؟ حالا این برای من سوال بود. باز از شما شرمندم و در پایان میخوام روی ما همتون رو ببوسم و اجازه بدید اون آقایی که تماس گرفتن برادر عزیزم توهین به شما کردن، اون منظور شما نبود. خواهر مادرش اونجا نشسته بود داشت به خواهر مادرش میگفت.
اون حرف زشتی که زد میخواست بده دست اونا. منظور شما نبودی، من از شما معذرت میخوام، ببخشید این حرف زدم. خیلی کاملا درست یه بهم برخورد، یعنی ناراحت شدم کسی تو رسانه بیاد این حرف بزنه. این قطعا مسلمان نیست، یعنی نه شیعه است نه سنی، اصلا مسلمان نیست. اونم به هر حال ببخشید من وقت گرامیتون گرفتم. اون منظور خواهر مادرش بودن، میخواد دست اونا. خدا نگهدارتون. عذر میخوام ازتون. سلامت باشین، سربلند باشین. تشکر میکنم از شما. آخرین تماس بینندگان رو نیز وصل بکنیم. سلام علیکم، بفرمایین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایین. خدمت شما و تمام دستاندرکاران شبکه و سال هفت سلام عرض می‌کنم. خدا کنه که همیشه سربلند و پیروز باشه. سلامت باشین، بفرمایین. در اول میخوام جواب اون کسایی رو بدم که زنگ میزنن به این شبکه مسلمان ها، به این شبکه توحیدی ها، به این شبکه کسی که ظاهرشون رو در این شبکه پیدا میکنن، توهین میکنن. از الله بزرگوار از میخوام که خداوند به اینا از عذاب عظیمی چی کنه انشالله. دوم سوال من این بود که برادر، من از برادران افغانی هستم که در ایران ما زندگی میکنیم. بله. من یه دختر دارم تقریبا 2 سالشه. یه پسر دارم خدا بندازه که الان 4 ماهشه. الان خانم ما ببخشید جلوگیری طبیعی میکنه. الان خانمم باردار شده. گفتم باید بریم چک کنی. الان نمیدونم باید به خدا چیکار کنم. گفتم زنگ بزنم خانمم چند میگه میگه زنگ بزنیم بپرسیم حالا چجوری. الله این مشکلی یعنی بدون هیچ علت و بدون هیچ مریضی به خاطر اینکه حامله شده، یعنی فقط؟ بله فقط بدون هیچ مریضی و هیچ علتی حامله شده. الان به خاطر مثلا میگه که نمیشه جمع بشه یا مثلا نگهداری بکنیم، ما میتونیم چک کنن یا باید نگهداریم. بله انشالله پاسخ رو دریافت خواهیم کرد. تشکر میکنم از شما بیننده عزیز. جناب مولانا سلام عرض میکنم، دست من از اینجا میبوسم. و یک سوال بگم دارم خدمت شما. بفرمایید. ما اینجا که هستیم سرکار با این برادران الکشایی که هستیم به حضرات ما توهین میکنن، مثل حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه و حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. ما میتونیم با اینا بحث کنیم، جواب از اینا بدیم یا نه؟ یعنی جوابشون رو با توهین بدین به این صورت؟ نه، توهین به اونا که ما به اونا بزرگان خودمونه نمیتونیم توهین کنیم. مثلا حرفی میتونیم بهشون بگیم، میتونیم جواب اینا رو بدیم یا نه؟ واقعا موقعی که اینا توهین میکنه قلب ما پاره میشه. مثلا حرفای رکیکی، حرفای زشتی میزنن، مثلا حال ما گرفته میشه. بله انشالله پاسخ رو دریافت خواهیم. منم منظورم همین خودشون بود، یعنی به خودشون جواب بدین به اون چیزایی که میگن. انشالله پاسخ رو دریافت میکنین. تشکر میکنم از شما. بینندگان عزیز، در اینجا با هم یک میان برنامه میبینیم و دوباره باز خواهیم گشت. در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. با جان و تنم به عشق عمر زندگی میکنم، فدای عمر با جان و تنم به عشق عمر زندگی میکنم. سرم خاک پای عمر جان بود، نشان ولایش به سر میزنم. فدای عمر با جان و تنم به عشق عمر زندگی میکنم. سرم خاک پای عمر جان بود، نشانی ولایش به سر میزنم. نشانی ولایش به سر میزنم. از آن دم که تسلیم طه شدی، مرادی رسول مصفا شدی. دعای محمد تو هست ثمر، به تکبیر ایمان معلا شدی. به شمشیر بران به دستور حق، جهان را تو دادی به عزت سبق.
اگر برگ زرین بجوید کسی تو دادی به تاریخ زرین ورق تو دادی به تاریخ زرین ورق فدای عمر باد جان و تنم به عشق عمر زندگی میکنم سرم خاک پای عمر جان بود نشانی ولایش به سر میزنم نشانی ولایش به سر میزنم ز فیض محمد توی بهرور به دستور قرآن تو بستی کمر که تخم فساد از زمین برکنی کنی کفر و ظلمت تو زیر و زبر مزین خلافت به نام عمر دل مؤمنان شد مقام عمر به ایران و روم و عراق و یمن گرفته سراسر پیام عمر گرفته سراسر پیام عمر ز احسان تو هست و اسلام ما ز نوری تو روشن شد ایام ما هزاران درود و سلام و دعا بر روح عمر شاه خوشنام ما به پهلوی صدیق احمد تویی به جنت رفیق محمد تویی شهادت شعاری شب و روز تو غریق کرم های عزت تویی غریق کرم های عزت تویی علی و عمر هر دو تا پهلوان برابر برادر دو تا قهرمان تو داماد شیر خدا مرتضی توی هم رکاب با نبی مصطفی ابو بکر صدیق و آن یار غار ز بحر نبی هر زمان جان نثار نمودی حیا هست و عثمان ما فدای همه باد فداشان زیا فدای همه باد فداشان زیا فدای عمر باد جان و تنم به عشق عمر زندگی میکنم سرم خاک پای عمر جان بود نشانی ولایش به سر میزنم 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 النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأزواجه أمهاتهم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم النبي أولى بالمؤمنين من
پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و همسرانش مادران مؤمنانند. عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز. جناب مولانا اولین بیننده که از شیعیانی بودن که هدایت شدن، سوالشان این بود که ما هم بهشون تبریک میگیم به خاطر این تغییر و تحولی در زندگیشون رخ داده و سوالشون این بود که خب قبلا نماز و روزه نداشتن در زندگیشون و الان که سنی شدن و یک تغییر در زندگیشون رخ داده، آیا خداوند خود به خود با اینکه سنی شدن گناهان قبلی را بخشیده یا نه به خاطر اینکه نماز و روزه نگرفتن؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. من تبریک عرض میکنم به این بیننده عزیز و ارجمندمون که فرمودند هدایت شدند و تمامی محتدینی که راه شرک و خرافات و مسائلی رو که در دین اسلام حرام هست کنار گذاشتند و موحد شدند، شرک را و بیدینی رو کنار گذاشتند و به راه الله و راه رسول الله و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم بازگشتند. اما در مورد گذشتهشون کارهای گناهی رو که انجام میدادند یا عدم التزامی که به احکام شرعی داشتند و نماز نمیخوندند، روزه نمیگرفتند یا مسائل دیگری که قبلا به خاطر شیعه بودن پایبند این مسائل دینی و شرعی نبودند، من بیشون عرض میکنم که وقتی که شما هدایت شدید و توبه کردید، از گذشته خودتان پشیمان شدید و از این به بعد سراغ کارهایی که قبلا انجام میدادید نمی روید و پایبند نماز و روزهتون هستید، این توبه شما انشالله توبه صادقانه خواهد بود و الله متعال وعده کرده که من توبه تمام کسانی را که توبه میکنند میبخشم. در یک حدیثی هست قدسی که رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند یا ابن آدم، ای بنی آدم. این روایت و این حدیث واقعا یک نوع روحانیت و صمیمیت خاصی را دارد و همین ندای واقعا پر از مهر و عطوفتی هست از جانب الله متعال. یا ابن آدم، ای فرزند آدم، لو بلغ ذنوبک عنان السماء، اگر گناهان تو به قله آسمان برسد، به آسمان هم برسد گناهان تو، ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی لغفرت لك ولا ابالی. ای آدمی زاد، اگر گناهان شما به پای آسمان هم برسه، برابر بشه، این کل دنیا رو پر بکنه، به دروازهای آسمان هم برسه و بعد از آن شما از من طلب مغفرت بکنید، از من عذرخواهی بکنید، استغفار بکنید، لغفرت لك، همه رو برای تو میبخشم، ولا ابالی، و پروا نمیکنم. مطمئن باشید که توبه کردید، صادقانه توبه کردید، الله متعال توبه را قبول میکند و گذشته شما را الله متعال از بین خواهد برد و بلکه فراتر از این هم در روایات و آیاتی داریم که الله متعال کسانی را که توبهشون توبه صادقانی هست، حتی اون بدیهایشون را تبدیل به نیکی میکنه. اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، الله متعال سیئات آنها را، بدیهای آنها را تبدیل به نیکی خواهد کرد. اما در مورد نماز و روزه‌ای که قبلا پایبند نبودید و انجام نمیدادید، اونها رو لازم نیست که حتما نمازهای گذشته رو اعاده بکنید. همین که توبه کردید از امروز به بعد پایبند نماز هستید، همین کفایت میکند. منتها سعی بکنید که نماز و روزه و اعمال خیری بیشتری رو انجام بدهید تا اینکه عمر گذشتهتون هم به یک مقداری در واقع جبران بشود و اون چیزی که گذشته از شما فوت شده بتوانید آن را تلافی بکنید. بدون شک. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که به خاطر کاری که دارم نمیتونم در نمازهای جماعت شرکت بکنم، چه صورت است؟ نماز جماعت بود یا نماز جمعه؟ من شنیدم نماز جماعت که بنابر دیدگاه اکثر علمای اهل سنت و الجماعت و مذاهب جز واجبات هست. یعنی واجب هست که انسان نماز جماعت رو در مسجد بخواند. این در صورت اولاتر و یعنی در مرحله اول هست که عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی در روایتی که دارن میگه از خداوند متعال بترسید و نماز را در جایی که برای نماز اعلام میشود بخوانید. یعنی در مسجد که از آن گفته میشود اونجا بروید و نماز را با جماعت بخوانید و رسول الله
صلی الله علیه و سلم تهدید کردند و گفتن من میخوام کسانی را که به نماز جماعت نمیآیند خانه هاشون رو آتش بزنم و خود این نوع تهدیدی که وارد شده علما از این استنباط میکنند یعنی این که نماز جماعت واجب هست، به خاطر ترک یک سنت یا به خاطر ترک یک مستحب هیچ وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم خانه کسی رو آتش نمیزنند. پس بنابراین چون که تهدید به این کرده معلوم میشد که شرکت در نماز جماعت در واقع جزء واجبات هست. منتها اگر کسی بنابر عذری واقعا داشته باشد، در یک جایی هست که به هیچ عنوان نمیتواند، سر کاری هست و تنها هست نمیتواند کار را رها بکند و یا اینکه خودش تنها هست در سر کار خودش، 2 نفر 3 نفر نیستند که بتوانند با هم دیگر جماعت بکنند، در چنین موارد این حکم وجوب بر اونها در واقع ساقط میشد، بر اونها واجب نیست که کارشون رو رها بکنند، در خصوصا کسی نیست که جایگزین آن باشد و مغازه نیست که مثلا اون رو ببندند و برند چند دقیقه نماز بخونند. سر یک کاری هست که به هیچ عنوان یعنی قابل تعطیل کردن شاید نباشه. این جزء مواردی هست که استثناء هست، میتوانند نماز جماعت رو ترک بکنند و خودشون تنها نماز بخونند. منتها اولاتر این است اگر 2 نفر هستند خود در محل کارشون نماز جماعت بخونند. اول در مسجد بخونند و اگر نمیتونن در محل کارشون نماز جماعت بخونند. اگر به هیچ عنوان نتوانستند این در واقع نماز رو فرادا بخونند. منتها این نکته رو باید در نظر داشته باشند نمازی که با جماعت میخونند 25 درجه یا 27 درجه بالاتر از نمازی هست که به صورت فرادا خوانده میشوند. و در مورد نماز جمعه که من این گونه شنیدم سوال ایشون رو، روایتی هست از در سنن ترمذی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من ترک 3 جمع تهاونا بها تبع الله علی قلبه، هر کسی که 3 جمعه رو به خاطر سستی و تنبلی رها بکند و به نماز جمعه نرود، الله متعال قلبش را مر میزند. یا در روایت دیگری که در این زمینه در طبرانی اون رو در واقع ذکر کرده که این یکی از علامت های نفاق است و در اون روایت آمده کتب من المنافقین، از منافقان نوشته میشه. یعنی اینکه نفاق عملی داره، مانند اینکه منافقانی که نفاق اعتقادی داشتن به نماز نمی رفتن، به نماز جماعتی سستی میکردن در نماز جماعت، این هم ظاهرا هم شکل اونها شده و هم تیپ اونها شده، بدین خاطر در این روایت اومده کتب من المنافقین. اما اگر به خاطر عذری باشه، اون گونه که من قبلا عرض کردم، این در این صورت جایز هست. در وقتی که به عذر هست، در یک جایی هست که نماز جمعه اقامه نمی شود، در مسیر راهی هست نمیتواند که به نماز جمعه برسد، یا عملا بیمار هست راهی میسر نیست و نمیتواند به نماز جمعه برود، در این صورت وجوب نماز جمعه از گردن ایشون ساقط می شود و به جای نماز جمعه، به جای اینکه 2 رکعت نماز جمعه را بخونند، باید 4 رکعت نماز ظهر را بخونند. هر کسی که به هر دلیلی نتوانست در نماز جمعه شرکت بکند، حکم نماز جمعه از اون ساقط هست و نماز ظهر بر اون واجب هست که نماز ظهر را باید همان 4 رکعت بخونه. بله، جزاکم الله خیر. بیان بعدی گفتن که آب از بدنم میاد و نمیتونم وضوی خودم را نگه دارم و لباسم کثیف میشه، چجوری نماز بخونم؟ این سوال رو از رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال کردند، من جمله سیدنا علی رضی الله تعالی عنه توسط مقداد رضی الله تعالی عنه این سوال رو از محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال کردند و جواب رسول الله صلی الله علیه و سلم این بود که این آبی که از بدن انسان خارج می شود شکننده وضو هست، وضو باطل می شود و این فرد باید دوباره وضو بگیرد و بدن خودش را که آلوده شده و لباسی رو که آلوده شده اون رو باید بشوید، هم بدن خودش را استنجا بکند و هم لباسی رو که لباس زیرش که آلوده شده اون رو در واقع تا جای امکان باید بشورند، یا اینکه از وسایل امروزی که هست در واقع استفاده بکنند. این حکم اصلی هست که یعنی هم وضو میشکند و هم این که این نجس هست، لباس هم نجس می شود که باید لباس را تا حدی که میتوانند باید پاک بگردانند. اگر واقعا چنین هست، اگر اینکه بسیار از مردم وسوسه دارند چنین نیست، وضویشون نمیشکند، سلسله بول در واقع ندارند، منتها احساس میکنند که وضویشون شکسته یا آبی از بدنشون خارج شده، این وسواس معتبر نیست. اگر قطعا یکی مبتلا به این بیماری هست، حکمش این است که وضوی شکسته، اما به صرف وسواسی که خودش مطمئن نیست وضوی انسان نمیشکند و اصل بر همین از بعد از این که وضو گرفته پس بنابراین وضو دارد، مگر این که نقض وضوش متأکد بشود و مطمئن
مطمئن بشود که وضوء شکسته. و از نظر حکم شرعیش این شخص باید برای هر نماز وضو بگیرد، هر نماز وقتی که وقت نماز فرا میرسد وضو بگیرد و برود نماز بخواند، ولو این که قطراتی از ادرارش در واقع بر لباسش بچکد یا اینکه مطمئن بشود که وضوء شکسته. اما چون که این فرد در واقع معذور هست و نمیتواند که وضوء خودش را نگه دارد، از نظر حکمی وضوعش کماکان حفظ هست، وضوعش نشکسته. در وقت نماز از آغاز وقت نماز ظهر فرض بکنید وقتی که وضو گرفت این با وضو هست، ولو اینکه قطراتی از ادرار خارج بشه، اما باز میتونه نماز را ادامه بده تا وقت نماز دیگر. وقت نماز دیگر دوباره وضو بگیرد. برای هر وقت نماز جداگانه وضو بگیرد و هنگام وضو بدن خودش را بشوید، استنجا بکند و لباس خودش را هم پاک بکند. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی در مورد انجام چند عمره در یک سفر سوال کردن که گفتن اگر عمره های دوم و سوم بخواد به جای کسی دیگری باشد آیا اشکال دارد؟ ولی من در هفته گذشته این مطلب را کاملا توضیح دادم. از نظر شرعی ثابت نشده که رسول الله صلی الله علیه و سلم یا اصحاب ایشان در یک سفر چند عمره انجام بدهند. پس بنابراین اولاتر و قول اکثر علما این است که عمره دیگری را در این زمینه انجام ندهند. منتها نهی وارد نشده، نهی در این زمینه حدیثی به این معنی که باشه که در یک سفر 2 عمره بکنید چنین چیزی وجود نداره. اما عملا رسول الله صلی الله علیه وسلم با اینکه سالهای طولانی در مدینه بودن نمیتونستن به عمره یا حج بروند، وقتی که مشرف شدند در هنگام حج فقط 1 عمره رو انجام دادند و حتی حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها که نمیتونستن عمرهشون رو کامل بکنند، رسول الله با عبدالرحمن ابن ابی بکر ایشون فرستادن بروند از تنعیم احرام ببندند و برگردند. در این سفر حتی عبدالرحمن ابن ابی بکر که همراه عایشه بود ایشون احرام به عمره مجدد نبستند. پس بنابراین قول راجح در این زمین این است که در یک سفر 2 عمره کردن خلاف اولا هست و جایز در واقع نیست، ولو اینکه به حساب کسی دیگر باشد، ولو اینکه برای پدر باشد یا برای مادری که از دنیا رفتند یا هر کسی دیگر از مردگان باشد جایز نیست. 1 عمره در یک سفر باید انجام بدند و وقتی که می‌خواهید که برای گذشتگان خودتون عمره را انجام بدید بهتر از همون وقتی که خارج میشوید از شهر خودتون و به میقات میرسید همون نیت عمره رو برای یکی از مردگانتون یا برای پدر و مادرتون از اونجا انجام بدید. اما در یک سفر که 1 عمره برای خودتون باشه یکی برای پدر و مادر چون این چیزی از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست. و انسان سعی بکنه و بیشترین چیزی که به مردگان میرسد دعا هست. وقتی که در حرم رفتن اگر نمیتونه برای پدر و مادرشون در واقع عمره رو انجام بده، در هنگامی که در حرم مکه هستن در طواف در صفا و مروه در حتی در نمازهای خودشون در سجده میتونن برای پدر و مادرشون دعا بکنند و بالاترین چیزی که در روایت اومده که ثوابش به پدر و مادر میرسد همین دعا هست. روایتی هست رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که در روز قیامت الله متعال درجه یک انسانی رو خیلی بالا میبرد، به ارزش و مقامی رو میدهد. این انسان خودش میفهمد که من در دنیا این همه اعمال خیری رو نداشتم که این درجه مقام رو داشته باشم. سوال میکند که یا الله این درجه مقام از کجا به من رسیده؟ الله متعال جواب میدهد که به دعای ولدک لک، به خاطر دعای خیر فرزندت برای تو هست. یعنی این که شما برای پدرتون دعای خیر بکنید در نماز در داخل سجده خودتون وقتی که در حالت سجده هستید، در التحیات که نشستید یا بعد از نماز که دعا میکنید، وقتی که برای پدر و مادرتون دعا بکنید این بالاترین درجه را دارد و با موجب رفع درجات مردگان شما ان شاء الله خواهد شد. بله، جزاکم الله خیر. و بیننده بعدی هم پرسیدن که اگر در مورد راه بلدی بود که گفتن که اگر کرایه صاحب ماشین مقدار پیش ما یعنی پیش کسانی که سفر رفتن مانده باشد با اون و شخص را پیدا نکنیم با اون پولها چه کار کنیم؟ بله، من عرض کردم که حقوق دیگران هست، ابتداً باید این حقوق رو به صاحب حق کاملا برگردانند. این سوالی که ایشون کردن یه توافقی رو انجام شده بین ایشون و بین یک نفر دیگر بر یک مبلغی. اون چیزی رو که بر آن توافق کردید و با رضایت این عقد رو امضا کردید و رضایت دادید به این معامله، از نظر شرعی بر عهده شما لازم هست که اون حق رو به صاحبش بگردانید. و همون گونه که قبلا عرض کردم اگر نمیتوانید به عین اون فرد به خودش برسانید، این مبلغ رو صدقه بکنید به نیت اون که به حساب اون در واقع میرسد و به حساب نیکی های اون نوشته می شود و شما بدین صورت بری و ذمه خواهید شد. بله، جزاکم الله خیر. بیان بعدی در مورد تشهد التحیات پرسیدن که کلمه السلام علیک ایها النبی
میگه شنیدم که گفتن که این گفتگویی بوده که در معراج بین الله و رسول رخ داده که الله فرموده السلام علیک ایها النبی و رسول الله هم جواب داده السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. در روایت صحیحی که عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه نقل میکند و در صحیح بخاری هست که میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم این دعا را یعنی التحیات را مانند یک سوره به من آموزش دادند و این دعا در واقع یک امر در واقع تعبدی هست. انسان مسلمان این دعا را باید به همین گونه که وارد شده بخونند. گرچه روایات دیگری در این زمینه هست که ابن مسعود میگوید ما در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم این گونه دعا میکردیم السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته و بعد از ایشون میگفتیم السلام علی النبی. این رأی و نظر خود عبدالله ابن مسعود هست و اون چیزی که حق هست و اولاتر هست همون روایت صحیح بخاری هست که به همین صورت اومده که السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته و این در واقع جمله یک جمله دعاییه هست، جمله خطاب نیست که به ما ایراد بگیرند که شما چرا در نماز خودتون خطاب میکنید به شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم و وقتی که شما معتقد نیستی که ایشون در واقع زنده هستند یا صدای شما را مستقیما میشنوند چرا ایشون را مورد خطاب قرار میدید؟ این دعا هست و دعا به همون کیفیتی که وارد شده و رسول الله آموزش دادن به همون گونه باید خونده بشه و از نظر فقهی اهل سنت و الجماعت معتقد هستند اگر کسی در نماز خودش غیر در واقع کسی رو که در نماز نیست، انسانی که در نماز هست یک شخصی را بیرون از نماز مثلا مورد خطاب قرار بدهد، یک حرفی رو با کسی بزند به صورت خطابی، نمازش باطل می شود. و اگر این هم یعنی معتقد به این باشد که الان مثلا رسول الله رو من میبینم و صدای من رو میشنود و این خطاب ظاهری یعنی خطاب یک مخلوقی باشد در نماز خودش خلاف بر اضافه از اعمال نماز، این موجب بطلان نماز میگردد. اما هیچ کسی به این نیت در نماز دعا نمی کند که رسول الله صلی الله علیه وسلم دعای مرا یا این سلام مرا میشنوند. در روایت اومده که فرشتگان دعای من شما را چه در نماز باشد یعنی درودی رو بر رسول الله میفرستیم چه در نماز باشه چه در غیر نماز باشه اینو فرشتگان به رسول الله صلی الله علیه وسلم میرسونند و نیازی نیست که ما به صورت خطاب در غیر نماز به رسول الله صلی الله علیه وسلم درود بفرستیم. اما در نماز صیغه ای که در نماز وارد شده و نسیک هست السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، این جمله دعاییه هست و جمله خطابیه نیست. تشکر میکنم از شما. بیانیه بعدی پرسیدن که از صاحب کارم مرتکب سرقت شدم و مقدار مال بردم، حالا نمیتونم مستقیم به او بگویم چون که او میگه بیشتر بردی، یعنی این نگاه بکنن فی ما بینه و بین الله وجدانا نگاه بکنن چه مقدار مالی رو در واقع مصرف کردند و بدون اجازه از صاحب مال برداشتند، این محاسبه کنند این مال رو به هر صورتی که شده اینو بر بگردانند. برای این که مال رو به صاحبش بر بگردانید لازم نیست که حتما بروید و بهش بگویید که من این مال رو به سرقت برده بودم الان میخوام به شما بازگردانم. خود همین که این مال رو به هر روشی که باشه به اون بر بگردانید کفایت میکند. خصوصا که شما با اون کار میکنید خب این مال رو اضافه بکنید، در دخلش بیاندازید یا در مغازش بیاندازید یا به یک صورتی از راههایی که مطمئن هستید در پاکتی بگذارید بهشون بدهید، به عنوان یک هدیه بهشون بدهید، به هر صورتی که میتوانید این مال رو به صاحبش باز بگردانید. لازم نیست که حتما اعلام بکنید که من این مال رو برداشته بودم و الان دوباره به شما باز میگردانم. بله، جزاکم الله خیر. و بیننده بعدی که سیده بودن و گفتن که مهتدی شدن خودش و خانواده‌اش، یعنی هدایت شدن و به اهل سنت گرویدن و به ایشون نیز و خانواده‌اش نیز تبریک میگیم. گفتن که قبلا از یک از علمای شیعه شنیده بودن که گفتن که کسی که از اهل بیت هست وارد جهنم نمیشه و وارد زمهریر میشه. این به چه صورت؟ این زمهریری که ایشون گفتن اینم جزء جهنم هست، وقتی که جهنم نباشه یعنی خود یه بازی با کلمات بوده برای بله وارد جهنم نمیشود اما به زمهریر میروند. این خودش همون جهنم هست، یکی از نامهای در واقع جهنم شمرده میشه که یک عذاب ویژه در این که سرده بسیار از که یعنی یک گرمی خیلی سخت و شدیدی و همون زمهریر که سردی خیلی شدیدی هست. به هر صورت عذاب الله متعال هست. و در مورد این که سید به جهنم نمیرود، این صراحتا در قرآن کریم مگر ابو لهب عموی رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست؟ این تبت یدا ابی لهب را که همه میخونن تا روز قیامت این نشان میدهد که ملاک نزد الله متعال نسب نیست. و در روایتی
که در ترمذی هست و همچنین در روایات دیگر اومده صحیح الجامع اومده که علامه آلبانی رحمت الله هم صحیح گفته، خطابی هست از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم مستقیما به تمام افراد خانواده‌اش من جمله حضرت فاطمه زهرا: یا فاطمه تو انقذی نفسک من النار، ای فاطمه خودت رو از آتش جهنم نجات بده. فانی لا املک لک من الله شیئا، من هیچ کاری برای تو نمیتوانم در روز قیامت انجام بدهم. یعنی صرف این که یک کسی فرزند پیامبر باشه، دختر پیامبر باشه، خویشاوند پیامبر باشه، این موجب نجات نیست. اگر خویشاوندی به صرف و بدون از ایمان موجب نجات میشد، ابولهب هم در واقع نجات پیدا میکرد. منتها در همین روایت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن: غیر ان لکم رحما سابلها ببلالها، منتها شما یک خویشاوندی با من دارید، یک نسبتی رو با من دارید که من حق خویشاوندی رو رعایت خواهم کرد، این حق خویشاوندی رو انجام خواهم داد. یعنی این که یکی از افرادی و یک گروهی از افرادی که شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم شامل حالشون می شود، منتها به شرط این که اهل ایمان و عمل صالح باشند. اهل ایمان و عمل صالح باشند، این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم برایشون شفاعت میکنند. اما این که انسان بدون ایمان باشد، توکل بر خویشاوندی بر رسول الله صلی الله علیه و سلم بکند، چون این چیزی وجود ندارد. و شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم هم خطاب به خویشاوندانشون فرمودند که افراد را نام بردند و گفتند نکند در روز قیامت مردم با نماز و روزه و زکات و حج پیش من بیان، با شما با خویشاوندی که دارید پیش من بیایید. یعنی شما باید بیشتر از دیگران در واقع عمل بکنید و همون گونه که خود رسول الله صلی الله علیه و سلم، شخص رسول الله را ما نگاه بکنیم، ببینیم عبادت های رسول الله صلی الله علیه و سلم با اینکه اصل اهل بیت بودند، پیامبر رسول الله، پیامبر الله متعال بودند، عبادتشون از تمام افراد در واقع بیشتر بوده. و این ملاک همون عبادت است. ان الله لا ينظر الى صوركم واجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم. الله متعال ظاهر شما را، اجسام شما را، نسب و حسب شما را نگاه نمی کند، اما قلب شما را و اعمال شما رو نگاه میکند که چه کاره بودید، چه کاری رو انجام دادید، آیا در قلبتون ایمان بوده یا ایمان نبوده. انسان مسلمان سیدی از سادات که اهل ایمان و عمل صالح باشه، قطعا رسول الله صلی الله علیه و سلم براشون شفاعت هم ان شاء الله خواهند کرد و این شفاعت هم قبول میشه. اما اگر بدون ایمان باشه، شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم برایشون کارگر نخواهد بود. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی سوالش این بود که آیا برای درمان اعتیاد دعای مخصوصی هست؟ در مورد خود به خصوص اعتیاد یا ترک اعتیاد دعای وجود نداره که مخصوص این دعا باشه. منتها به صورت کلی دعا مشروع هست برای هر چیزی. برای هر مشکلی که شما داشته باشید باید دعا بکنید. حتی در روایت اومده حتی اگر بند کفش کسی پاره شد بازم دعا بکنند از الله متعال، حتی بند کفش رو هم طلب بکنید. یعنی تمام حاجات و نیازهایی رو که دارید اینو از الله متعال بخواید. و من جمله این که مادر در واقع میگفتن فرزندشون معتاد هست، ما هم دعا میکنیم که الله متعال این جوان عزیزمون را و تمامی کسانی را که مبتلا به اعتیاد هستند الله متعال همه را هدایت بدهد تا اینکه بتوانند و این توفیق را عنایت بکند که از این بیماری و اعتیاد خودشون رو به دور بکشن. و خود مادر ایشون که واقعا با مهر و محبتی که نسبت به فرزند دارن، قطعا دعایشون نسبت به فرزندشون هم قبول میشود. هم دعا بکنن و در کنار دعا هم تدابیر دیگری رو که وجود داره در پیش بگیرند و سعی بکنند که ایشون رو در واقع منع بکنند از این که با رفقا و دوستان ناباب ارتباطی رو نداشته باشند و بدین صورت میتوانند انشاءالله موفق بشن. هم دعا بکنند پیش الله متعال و هم اقدامات عملی رو در این زمینه در واقع انجام بدن انشاءالله. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی از تاجیکستان بودن که گفتن آیا به خاطر سرما میشه برای خواندن نماز تهجد تیمم بگیریم؟ ولی یکی از مواردی که یعنی تیمم را جایز قرار میدهد وجود سرمای شدید هست. یعنی سرمای شدیدی که اگر انسان و خصوصا در جایی که امکان گرم کردن نباشه، که امکانات و ابزار که آب را گرم بکنند وجود نداشته باشه و شخص میترسد و بیم این را دارد یا این که مطمئن هست که اگر با آب سرد وضو بکند یا اینکه غسل بکنند در واقع دچار بیماری می شود یا بیماریش اضافه می شود، در این صورت تیمم کردن جایز هست. اما اگر امکان دارد که آب گرم بکنند یا سردی به اندازه نیست که موجب تلف عضو بشود یا پدید آمدن بیماری باشد، در این صورت تیمم کردن جایز نیست. بله، جزاکم الله خیر.
بیننده بعدی پرسیدن که آیا شخص فاسق میتونه در نماز جنازه پیش نماز بشه؟ از نظر اصلی انسان باید سعی بکنه انسانهایی رو که مؤمن‌تر هستند، متعهدتر هستند، اهل تقوا هستند، هم در نماز جنازه و هم در نمازهای فرض اینها در واقع اولویت دارند برای اینکه مقدم بشوند و پیش نماز بشوند در این موارد. منتها یعنی لازم نیست که حتما انسان تقوای ظاهری رو داشته باشه، یعنی ما بفهمیم که این انسان در واقع متقی هست، یعنی زیر که این بسته به قلب انسان است. همین که انسان ظاهر و صلاح باشد این کفایت میکند که ما این رو در واقع مقدم بکنیم، جلو بکنیم برای نمازهایی که چه نمازهای فرض باشند یا نماز جنازه. اما اگر انسان در واقع متقی و پرهیزگاری رو نتوانستیم پیدا بکنیم، نماز جنازه نباید ترک بشود. حتی انسانی که مرتکب گناهی شده و به تعبیرشون فاسق هست، جایز هست که بر نماز جنازه در واقع نماز بخونند و این نماز ادا می شود. تمام کسانی که پشت سر هستند و دعا می کنند، اگر انسانهای نیکوکاری هستند، انسانهای متقی هستند، هر کسی برای این میت دعا میکنند. دقیقاً همون چیزی را که امام جماعت در نماز جنازه میخواند، دقیقاً همون دعا را مقتدی هم میخواند. یعنی اینکه تمام هر یکی به صورت جداگانه شفاعت میکنند برای مرده. پس بنابراین اولاتر است که انسان ظاهر و صلاحی باشه، متقی و پرهیزگاری باشه. اما اگر نبود اشکال نداره که اگه انسانی که گناهکار هست یا اینکه انسان فاسقی هست نماز بخونه، باز هم نمازش جایز و درسته. بله، تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی پرسیدن که در قرآن در مورد همه امور آیه اومده، در مورد گوشت و خوک و طلاق و زکات و همه چیز، اما چرا در مورد خلافت آیه نیامده؟ تعیین خلافت برای رسول الله صلی الله علیه و در قرآن کریم الله متعال کلیاتی رو که نیاز بوده و قواعدی رو که نیاز و شریعت بوده که در هر زمان بشود اینها رو در واقع عمل بکنند، الله متعال تمام این موارد رو در قرآن برای ما ذکر کرده و در این مورد رو و امرهم شورا بینهم اینو به شورا گذاشته و به مصلحت مردم گذاشته. شما فرض بکنید اگر الله متعال در قرآن کریم صراحتاً بیان میکرد که خلیفه اول فلانی، خلیفه دوم فلانی، خلیفه سوم فلانی تا روز قیامت، این خودش چندین یک خروار کتاب میشد که فقط اسم خلفا و پادشاهان رو تا روز قیامت بنویسند. این مسائل را که مسائل جزئی هستند، اینها در قرآن کریم ذکر نشده. کلیات رو الله متعال در قرآن کریم ذکر کرده و این رو سپرده به عمل در واقع خود مردم و اهل حل و عقد، همون گونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم به همین طرف اهل اصحاب خودشون را در واقع ترغیب دادند. وگرنه رسول الله صلی الله علیه و سلم هم می توانستند که در آخرین روز عمر خودشون بیایند مردم را جمع بکنند، عملا سیدنا علی را یا هر کسی دیگر را بگوید که ای مردم، من فلانی رو خلیفه و جانشین بعد از خودم قرار دادم و خودش تا چند روزی که زنده بودن عملا نظارت میکرد که اون خلیفه رو که ایشون تعیین کردن سر کار می اومد، اما چون این کاری رو انجام ندادند. در هیچ یکی از روایات صحیح وجود نداره که رسول الله صلی الله علیه و سلم یک فردی را به عنوان خلیفه و جانشین بعد از خودش به عنوان حاکم و فرمانروای مسلمانان این در واقع تعیین بکنند. این رو بر اساس رأی و مشوره عموم مردم در واقع قرار دادن که تا روز قیامت اهل حل و عقد میشه کسانی را که صلاحیت رهبری دارن برای خودشون انتخاب بکنن. بله، جزاکم الله خیر. و بیننده بعدی در مورد این پرسیدن که این مسئله پرسیدن که گفته شده که اگر کسی سوره واقعه را هر شب بعد از مغرب بخواند، خداوند او را از تنگ دستی نجات میدهد. این چه صورت؟ در مورد سوره واقع دو تا روایت ما داریم و یک روایتش صحیح هست و روایت دیگری ضعیف هست یا به تعبیر برخی از علما منکر هست و قابل قبول نیست. روایتی که صحیح هست، علامه البانی رحمت الله علیه در صحیح الجامع اینو تصحیح کرده، گفته که این روایت صحیح است. روایتی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند شیبتنی هود والواقعه. روایت بسیار جالبی هست که رسول الله فرمودند شیبتنی هود والواقعه والمرسلات و هم یتساءلون و اذا الشمس کوورت، که این سوره ها ما را پیر کردند. چون که در سوره واقعه و همچنین در سوره هود و سوره هایی رو که عرض کردند، در اینها احوال روز قیامت هست، سختی های روز قیامت هست و داستان هایی رو از جهنم و احوال روز قیامت رو الله تعالی در این سوره ها بیان کرده و بدین خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند شیبتنی هود والواقعه، که سوره هود و واقعه ما را پیر کردند.
به خاطر مضامینی که دارند، مطالبی که درباره روز قیامت و حساب و کتاب آخرت در واقع در این سوره ها ذکر شده. این روایت صحیح است. اما روایتی که در سنن بیهقی اومده با این الفاظ که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من قرأ سوره الواقعه كل لیله لم تصبه الفقر و ابدا یا لم تصبه الفاقه ابدا، این روایت ضعیفی هست، چون این روایتی با این محتوا از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست. علامه ابن جوزی رحمت الله علیه این روایت رو روایت منکری دانستند و همچنین یکی از علمای معروف احناف علامه زیلعی رحمت الله علیه که محدث واقعا چیره دستی بودند، در این زمینه این حدیث را گفتند که معلول من وجوه، این روایت واقعا اشکالات زیادی دارد از چندین وجه، هم از نظر سندش گفته ضعیفند و هم از نظر متنش گفته که این روایت ضعیفی هست و همچنین امام احمد ابن حنبل و ابو حاتم و بسیاری دیگر از علما این روایت را روایت ضعیفی می‌دانند. پس بنابراین گرچه خواندن قرآن همیشه سنت هست و همیشه مشروع هست که انسان همیشه باید قرآن رو بخونند، اما این که سوره واقعه را شبانه بخونند، هر شب بخونند، اونم به این نیت که فقر و فاقه از انسان دور می شود، روایتی که در این زمینه آمده روایت ضعیفی هست و قابل عمل کردن نیست. بله، تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی باز در مورد این پرسیدن که از تاجیکستان بودن، گفتن که در منطقهشون کسی که وفات کرد بعد از چند روز، معمولا 3 روز یا 1 ماه یا 20 روز حیوانی رو قربانی میکنن و گوشت رو صدقه میدن. خوردن این گوشت صدقه چه حکمی دارن؟ من بارها عرض کردم که برای ایصال ثواب بهترین روش در واقع دعا هست برای مردگان، گونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن وقتی که انسان از دنیا می رود این قطع عمله الا من 3 که عملش قطع می شود مگر از 3 مورد و یکی از این موارد صدقه جاریه هست که برای مرده خودتون صدقه جاریه رو ایجاد بکنید، یا اینکه خودشون صدقه جاریه دادند یا اینکه علمی که مردم از آن استفاده بکنند، او ولد صالح یدعو له، یا فرزند صالح و نیکوکاری که برای پدر و مادر دعای خیر بکنند. اینها روش های ایصال ثواب برای مردگان هست. اما این که بعد از این که مرده در واقع فوت میکند، انسانی از دنیا میرود، بعد از 30 روز مردم مهمانی بگیرند یا بعد از 40 روز یا بعد از 4 ماه یا 1 سال مثلا در یک روز معینی سال روز وفاتش رو جشن بگیرند یا به تعبیری که یعنی مهمانی بدن در اونجا گاوی گوسفندی رو ذبح کنند، این خلاف دستور رسول الله صلی الله علیه و سلم است و این عمل بدعت و حرامه. یعنی چنین مراسمی رو گرفتن، دعوتی دادن در یک روز مخصوص به نیت این که این ایصال ثواب برای مرده باشه، چنین چیزی از رسول الله، از صحابه، از ائمه بزرگوار ما، از امام ابو حنیفه و دیگر ائمه هیچ گونه سراغی رو نداره و هیچ گونه تأییدی رو و ترغیبی هم در این زمینه وارد نشده. پس بنابراین خلاف سنت هست و چنین عملی جایز نیست و انسان نباید دنبال این خرافات باشه و دنبال این بدعات باشه. اگر میخواید ایصال ثواب بکنید، بهترین روشش دعا کردن برای مرده هست. همین پولی رو که شما صرف کردید، دعوتی کردید، همین رو چند نسخه قرآن کریم بگیرید یا اینکه مشارکتی رو بکنید در بنای یک مسجد، یک کتاب علمی رو بگیرید و هدیه بکنید به یک شخص دیگر، وقت بکنید در مسجدی، این یک صدقه جاری میشد برای مرده شما. اما این که دعوتی بگیرید، چند نفری رو دعوت بکنید به خونه غذایی رو بخورند و بروند، اونم به نیت این آمده باشند که غذا بخورند، اصلا شاید به نیت این نیامده باشند که برای مرده شما دعای خیری رو انجام بدن، این در واقع خلاف سنت و خلاف دستور رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. منتها در مورد خوردن خود این مهمانی، در مورد خوردن این مهمانی، فقهای احناف در این زمینه از بقیه مذاهب سخت‌تر هستند. یعنی گفتند که این حتی در مرحله این رسیدن گفتند این حرام هست، به هیچ عنوان این مال رو نباید بخورید. این مهمانی که به عنوان در واقع 40 روز میدن، 3 روز و 10 روز بعد از میت میدن، علمای احناف بسیاریشون این فتوا دادن این حرام هست. این من باب سد ذریعه هست تا اینکه زمینه برای ایجاد بدعت ها در واقع فراهم نشود. اما نظر شخصی بنده این است که اگر واقعا این گوسفند رو برای الله متعال سر بریدن، برای الله متعال این گاو رو در واقع ذبح کردن، با بسم الله الرحمن الرحیم این گوسفند رو و این حیوان رو ذبح کردن، این در واقع گوشتش حلال هست.
گوشتش حلال هست و کسی که این را خورده بدین معنی نیست که مال حرامی را خورده، گوشت حرامی را خورده، خصوصا البته به این شرط که از مال خود میت نباشه. مال میت اگر باشه بدون از اجازه تمام ورثه و قبل از تقسیم اون مال کسی حق نداره که به کسی هدیه بدهد، این مال خود ورثه هست. منتها اگر با اجازه شون بود یا از طرف دیگری بود این مال حلال هست. اما به خاطر این که بدعت رواج پیدا نکند، اگر افرادی که نظرشون مورد قبول هست و رأی و نظرشون قابل اجرا هست شرکت نکنند، اولاتر و بهتر هست تا اینکه جلوی چنین بدعاتی و خرافاتی در واقع گرفته بشه. اما خود اون گوسفند و خود اون غذا نمیتونیم یک حکم قطعی رو صادر بکنیم که حرام باشه. بله. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی در مورد کنیز پرسیدن که گفتن کنیزهایی که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن مال چه کسانی بودن این کنیزها و آیا از آنها استفاده جنسی میشد؟ بله، کنیزه هایی که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن این نه تنها در زمان ایشان بوده بلکه در زمانهای قبل هم وجود داشته. در جنگ ها کنیزه هایی که گرفته می شدند به عنوان کنیز و برده اینها رو حساب می کردند و به عنوان استفاده جنسی هم از اونها در واقع داب بوده قبل از اسلام و در زمان اسلام هم در ابتدای اسلام این حکم وجود داشته. امروزه هم این حکمش به عنوان یک حکم منسوخی در واقع نیست، اما عملا امروزه کنیزی که اون شرایط کنیز اون زمان رو داشته باشد چون این کنیز در واقع وجود نداره که در قرآن کریم صراحتا آمده او ما ملکت ایمانکم که در بحث ازدواج ما ملکت ایمانکم یعنی اون کنیزه هایی که شما اونها را در ملک یمین شما هستند، یعنی زر خرید شما هستند، شما با پول خودتون اونها را خریدید یا اینکه در یک جنگی مثلا به عنوان غنیمت گرفته شدند و توسط حاکم مسلمانان یا رسول الله یا یک خلیفه به یکی از مسلمانان تعلق میگیره. بله این وجود داشته در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم، کنیزهای شرعی وجود داشته و حکم استفاده جنسی از آنها هم وجود داشته. منتها اسلام اومده و این نظام بردهداری را و نظام کنیز داشتن را اینو کم کم به مرور زمان از بین برده. برای هر نوع کفاری رسول الله صلی الله علیه و سلم و در قرآن کریم این بیان شده که مثلا یک برده رو آزاد بکنند یا رسول الله صلی الله علیه و سلم روایات زیاد و متعددی رو دارند هر کسی که یک برده رو آزاد بکند در مقابل هر عضوی از اعضای اون برده این انسان خودش از آتش جهنم نجات پیدا میکند و این خود روش اسلام به این گونه بوده که این کنیزداری و این بردهداری کم کم نهایتا در واقع منقرض شده و فعلا کنیز و برده شرعی تا جایی که ما اطلاع داریم وجود نداره. بله، جزاکم الله خیر. بیننده بعدی در مورد راه درست حفظ کردن قرآن پرسیدن. حفظ کردن قرآن کریم بستگی به این دارد که انسان مسلمان چه اندازه انسی را داشته باشد به قرآن کریم. هرچند که انسان بیشتر مطالعه بکند، بیشتر تلاوت بکند، بیشتر تدبر بکند در آیات قرآن کریم، به همین مقدار در واقع میتواند که بیشتر قرآن کریم را حفظ بکند. و برای حفظ کردن هر کسی در واقع به اندازه توان خودش تعداد آیاتی رو مشخص بکنه، مثلا 3 آیه یا 5 آیه، این 3 آیه یا 5 آیه رو حفظ بکند، تکرار مرور بکند چند مرتبه اینها را و مصحف و قرآن را ببندد، از حفظ اینها را مرور بکند تا اینکه کاملا پخته بشود و این 3 آیه یا 5 آیه رو مثلا در حفظش کاملا ماندگار باشند. بعد از این که اینها را حفظ کرد 3 آیه یا 5 آیه دیگر رو بعد از این شروع بکند و کاملا وقتی که حفظ کرد اینها رو و تونست از بر اینها رو بخواند دوباره قرآن رو ببندد و از ابتدا دوباره شروع بکند. هم 5 آیه چند آیه رو که قبلا شروع کرده حفظ کرده بود به اضافه این آیات اینها را در چندین مرتبه تکرار بکند. یعنی هر مقداری که آیات جدید رو حفظ میکند به همین میزان آیات گذشته رو نباید کنار بگذارد، اونها رو باید تکرار بکند و هر چند عرض کردن بیشتر تأمل بکند و تدبر بکند و وقت بیشتری رو بگذارد قطعا حفظ کردن قرآن کریم برایش ساده تر خواهد بود. بله، جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که کسی که به قرآن الکی قسم بخورد چه حکمی داره؟ قسم خوردنی که به قرآن باشه یا به نام الله یا صفات الله باشه. قرآن کریم یکی از صفات الله متعال هست و قسم خوردن به قرآن یک قسم شرعی محسوب می شود و کسی که به تعبیرشون قسمشون یک قسم بیجایی باشه، به تعبیرشون الکی باشد، یعنی به دروغ این قسم رو خورده باشه. نه، قسم لغو یک چیزی دیگر هست. یمینی که لغو باشه یک حکم جداگانه هست و قسمی که قسم میخورد خودش عمدن قسم میخورد این حکمش یک حکم جداگانه هست. یک یمینی داریم، قسمی ما داریم به معنی قسم لغو هست.
اینی که مثلا همین واللهی که تکیه زبان بسیاری از مردم است، والله فلان کار رو نکردم، فلان والله از فلان جا اومدم، این والله به معنی قسم نیست، این تکیه زبان هست، اینو الله متعال محاسبه نمی‌کند، این همون یمین لغو هست. اما یک قسمی هست که قسمی که انسان در واقع خودش عمدن قسم می‌خورد، مثلا به نام الله قسم می‌خورد فلان کار را نکرده ام و عملاً هم فلان کار را انجام نداده باشه، خب این یک قسم مشروع هست، هیچ گناهی برگردن این نیست. اما یک نوع دیگر از سوگند خوردن هست که قسم دروغ هست، یعنی به نام الله یا به نام قرآن، یعنی به کلام الله متعال قسم می‌خورد که من فلان کار را نکرده ام و در واقع فلان کار را کرده باشد، انجام داده باشد، یعنی قسمش قسم دروغین هست. این قسم رو در تعابیری که در روایات و مطالب فقهی اومده یمین غموس میگویند، یعنی قسمی که انسان را فرو میبرد در گناه، یعنی به اندازه این قسم سنگین هست و گناه بزرگی هست، مانند این که انسان در دریای گناه فرو برده بشود و این قسم کفاره ندارد. اگر قسم یک فردی مثلا قسم میخورد من فلان کار را انجام نمیدهم به نام الله متعال، بعداً میرود اون کار را انجام میدهد، این قسم خودش رو شکسته، این کفاره دارد. این قسم در واقع کفاره دارد، این به 10 مسکین غذا بدهد یا 10 مسکین رو پوشاک بدهد یا اینکه یک برده آزاد بکند و اگر نتوانه 3 روز به جاش روزه بگیرد. این قسمی هست که انسان قسمش رو شکسته. اما قسم دروغ هیچ کفاری رو نداره، این فقط باید توبه بکنن، از بس این سنگین هست که هیچ چیزی نمیتونه اینو کفاره بکنه مگر توبه کردن، چون این انسانی باید توبه بکنه، گناه بسیار زیادی رو انجام داده و یمین غموسی هست، در گناه فرو رفته، منتها اگر توبه بکند باز هم الله متعال توبه چنین شخصی رو میبخشد. بله، جزاکم الله خیر. جناب آقای محمد الهی در مورد قضیه ازدواج با مسیحی دچار اشکال شده بودن که گفتن که آیا زن مسیحی که مرد مسلمان میتونه باش ازدواج بکنه باید قبل از ازدواج مسلمان بشه بعد باش ازدواج کرد یا در حالت مسیحیت میشه باش ازدواج کرد؟ ایشون اشارهشون به این نقطه بود که یعنی الله رو قبول نداره، مسیحی که اصلا الله را و رسول رو قبول ندارن، الله و رسول رو قبول ندارن. اون کسانی که الله و رسول رو قبول ندارن اونا نمیتونند اهل کتاب باشند. با قبول نکردن الله در واقع انسان کافر میشود و این چیزی که در دیانت مسیحی یا یهودی یا به تعبیر قرآن و سنت اهل کتاب هست، اونها به الله متعال اعتقاد دارند و به پیامبران الهی هم معتقد هستند و ازدواج با کسانی که کافر مطلق هستند، مشرک هستند و به صورت کلی الله متعال رو قبول ندارند، این در صراحتا در قرآن کریم در واقع ممنوع هست و جایز نیست. ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، زنانی را که مشرک هستند اونها را ازدواج نکنید مگر اینکه مؤمن بشوند. ولامة مؤمنة خیر من مشرکة ولو اعجبتکم، در سوره بقره. همین کنیز مسلمانی که شما ازدواج بکنید بهتر از اون آزاده‌ای هست که مشرک باشه. پس بنابراین ازدواج با مشرک هم از این که مرد باشه یا زن باشه جایز نیست. زن مسلمان نمیتونه با مرد مشرک ازدواج بکنه و مرد مشرک هم نمیتونه با زن مسلمان در واقع ازدواج بکنه و مسلمانان هم با زنان مشرک هم نمیتونند ازدواج بکنند و چون این چیزی جایز نیست. اما در مورد اهل کتاب صراحتا الله متعال اینو در واقع در قرآن کریم در سوره مائده اینو حلال دانسته و جایز قرار داده. وقتی که ما میگیم اهل کتاب یعنی کسانی که به الله متعال معتقد هستند. اگر یک فردی نامش مسیحی هست اما به هیچ عنوان پایبند دین و ایمانی نیست، حتی به الله متعال هم ایمان ندارد، این در واقع مسیحی گفته نمی شود. اما کسی که واقعا مسیحی هست، الله متعال را قبول دارد، الله متعال صراحتا در سوره مائده اینو ازدواج با اونها رو حلال قرار داده. الیوم احل لكم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم، در مورد طعام اهل کتاب و غذایشون و ذبیحهشون گفته الله متعال که طعام اهل کتاب ذبیحه اونها برای شما کاملا حلال هست و طعامکم حل لهم، غذای شما ذبیحه شما برای اونها هم حلال هست. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، و همچنین حلال هست برای شما زنان پاکیزه، زنان عفیفه از مؤمنات که اهل ایمان باشند، مسلمان باشند. والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب، و همچنین زنان با عفتی که از اهل کتاب باشند. اگر یک زنی که از اهل کتاب باشه فاحشه باشه حکمش یک حکم جداگانه است، اما زنی که اهل دیانت باشه و اهل عفاف
عفاف و پاکیزگی باشه، به نص صریح قرآن ازدواج با اون جایز هست و این آیه منسوخ نشده، منتها به شرط این که ایمان داشته باشه به الله متعال. اگر به الله متعال ایمان نداشته باشد نمیشود به اون اهل کتاب گفت و همون کفار خالص شمرده میشوند و جز مشرکین هستند که ازدواج با آنها در این صورت جایز نیست. و مطلب دیگری که ایشون اشاره کردن در مورد فحشه هایی که در این شبکه متاسفانه برخی از افراد بیخرد در نگاه عمومی و در ملأ عام این فحشه ها را نثار بعضی از دوستان میکنن. من عرض میکنم خدمت تمامی بینندگان عزیز و ارجمند، ما هزاران فحش را و هزاران ناسزاگویی را به جان میخریم در مقابل اینکه دین را به شما برسانیم. هزاران فحش و دشنام را به جان می‌خریم تا اینکه انسان‌هایی که گمراه بودند هدایت به آنها نرسیده، حق و حقیقت به آنها برسد. رسول الله صلی الله علیه و سلم برای اینکه این دین را رساندند زحمت‌هایی کشیدند. همین فحش‌های ناموسی که امروزه نثار پیروان رسول الله می‌شود، نثار خود رسول الله می‌کردند. همون کسانی که در امروزه ادعای مسلمانی می‌کنند و در ملأ عام این گونه فحاشی می‌کنند، نیاکان اینها در زمان رسول الله صلی الله وسلم ناموس رسول الله را مورد تعرض قرار دادند، حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها را مورد اتهام قرار دادند. اما این اعمال زشت و رکیک و این فحاشی ها و دشمنی ها به هیچ عنوان باعث نشد که رسول الله صلی الله علیه وسلم دین را و وظیفه شرعی که داشت اون رو در واقع کنار بگذارد. منم عرض میکنم ما تمام این دشمنی ها را، تمام این فحاشی ها را به جان میرسانیم تا این که انجام وظیفه کرده باشیم، بر نقش قدم رسول الله صلی الله علیه وسلم گامی برداشته باشیم و این هدایت انشاءالله فراگیر بشود. همون گونه که یکی از عزیزانمون فرمودند که اینها واقعا متاثر شدند از این دعوت ما و در واقع به تعبیرشون که بود که نمیتونن تحمل بکنن در واقع چون این دعوتی را. این نشان مقبولیت این دعوت هست، نشان این است که انسانهای بسیاری همون گونه که عملا کسانی که در ایران هستند مشاهده میکنند که راه شرک و بدعات را در واقع کنار گذاشتند، خرافات را کنار گذاشتند، تشیع و رفض را کنار گذاشتند و موحد شدند و به یک روحانیت و معنویت و آرامش خاصی رسیدن. و هدف ما این هست، ارزش دارد که شنیدن این دشنامه ها در مقابل این هدایت عظیمی که الحمدلله در ایران ما شاهد اون هستیم و یک انقلاب واقعی و درونی هست در راستای تدین و در راستای توحید و ما الحمدلله این موفقیتی رو که داریم در مقابل این فحشه ها ما الله متعال را به جان می‌خریم و شاکر هستیم که چنین هدایتی رو الله متعال نصیب دوستان و عزیزان ما در داخل ایران یا در کشورهای دیگر کرده است. الحمدلله حتی در خود این برنامه هم چند نفر از مهتدین بودن که سوالهای شرعیشون رو مطرح کردن. یعنی و این بزرگترین دعوت هست برای ما یعنی با عمل خودمون دعوت میدهیم، با زبان خودمون دعوت میدهیم، اونها هم با عمل و با زبان خودشون دعوت میدن. دعوت اونها رو مردم ایران شنیدن، دیدن. این در واقع فرهنگ این افراد رو که من به هیچ عنوان اینها رو نسبت نمیدم به تمام اهل ایران. همه مردم میدونند که اهل ایران یعنی به صورت عمومی انسانهای خلوقی هستند، با اخلاق هستند، انسانهای با ایمانی هستند و حتی در چنین فحاشی‌ها رو به هیچ عنوان نمیپسندند. اما این افرادی که میآیند و این فحش و ناسزایی ها را در برنامه‌های زنده اعلام میکنند، اینها در واقع نماینده دین خودشون هستند، نماینده تربیت خانوادگی خودشون هستند، نماینده از اون مرجعی هستند که خود را مقلد اون میدانند و به این گونه میان دین خودشون را، مذهب خودشون را، آیین خودشون را، اخلاق خودشون را به نمایش میگذارند و مردم را به این گونه دعوت میدن به دین و عقیده خودشون. دعوت ما مشخص هست، هم با زبان ما و هم با اخلاق ما و با رفتار ما، با عمل ما. شما هیچگاه ندیدید در مقابل این یکی از این فحاشی هایی که میکنند اهل سنت و الجماعت این فحاشی را در واقع نثار جان این افراد بکنند، حتی متقابلا هم دعای خیر هم برایشون خواهند کرد و عملا شما سراغ ندارید که در یکی از شبکه‌های اهل تشیع، شبکه ولایت و غیر ولایت، یک سنی آمده باشد چون این فحشه هایی رو مثلا به اهل تشیع و به کارشناسان شیعه گفته باشد. این نشان تفاوت بسیار عمیقی هست در میان تربیت اهل سنت و الجماعت و دین و دعوت اهل سنت و الجماعت و اون دینی که این افراد در واقع از آن نمایندگی میکنند. بله، جزاکم الله خیر. و بیننده بعدی پرسیدن، یعنی توضیح دادن که گفتن چند تا بچه کوچک دارن و آخرین بچهشون هم 4 ماه بیشتر سن نداره و خانمشون دوباره باردار شدن و بهشون گفتن که سخت کنن، یعنی بچه را که خانمش حامله سخت کنن. آیا این کار درست است؟ از نظر شرعی من بارها
اینو توضیح دادم که فاصله انداختن در میان حاملگی و بچه آوردن این از نظر شرعی اشکالی نداره، جایز هستی به عنوان به صورت طبیعی باشد یا استفاده از ابزار امروزی باشد. فاصله انداختن در میان بارداری و به تأخیر انداختن باردار شدن این در واقع هیچ گونه اشکال شرعی و ممنوعیتی را ندارد. و وقتی که الله متعال به یک انسانی فرزندی را عنایت کرد و خانمی حامله شد، باید به تقدیر الله متعال راضی باشند. همون کسی که این مقدر کرده بود برای شما که خانم شما حامله بشود و این باردار بشود، همون کسی که این رو برای شما مقدر کرده، مطمئن باشید که برای اون نوزاد و برای اون کسی که الله متعال آفریده، الله متعال هم روزی رو در واقع در نظر گرفته و مقدر کرده و این یک نوع ثوابی هست برای شما. تربیت فرزند هست و این زحمت‌هایی که شما درباره فرزندانتون میکشید، تمام اینها جزء اعمال نیک شما شمرده میشود. جالب هست در یک حدیثی رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که حتی لقمه‌ای که انسان در دهان زنش میگذارد این هم در واقع صدقه هست. حتی لقمه تضعها فی امرأتک، این هم رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند جزء صدقات هست. یعنی هر لقمه نانی که شما به همسر خودتان میدهید، هزینه زندگی رو که برای همسر و برای فرزندان تامین میکنید و مشکلاتی رو که به جان میخرید، تمام اینها جزء اعمال خیر شما شمرده میشوند. و الله متعال این نوزاد را یا عرض بکنم این جنین را و این در واقع فرزند را نصیب شما کرده که الله متعال این فرزند را به سلامتی ان شاء الله به دنیا بیاورند و این حیاتی رو نصیبش بکنند و انسان نیک و صالحی باشند. پس شما هم این تقدیر الله متعال را بپذیرید و سخت جنین کردن و کشتن یک موجودی که الله متعال اون را آفریده به هیچ عنوان برای شما جایز نیست. و این امر رو من گفتم و عرض کردم که اینو باید بسپارند به الله متعال که این رو برای شما مقدر کرده، شما راضی باشید به دستور الله متعال و به تقدیر الله متعال. و از نظر شرعی سخت جنین کردن جایز نیست در هیچ صورتی مگر در دو حالت. در دو حالت سخت جنین کردن جایز هست، در غیر این موارد جایز نیست. در صورت اول در صورتی که زندگانی خود مادر مورد تهدید قرار بگیرد، یعنی به دنیا آوردن این جنین مساوی باشد با تلف شدن مادر، در این صورت جایز هست که جنین را فدای مادر بکنند، نه اینکه مادر فدای جنین بشوند. این مورد اول هست. و مورد دوم در صورتی که این جنین در شکم مادر مرده باشد، در این صورت هم سخت جنین جایز هست. در غیر این صورت ولو این که این جنین معلول باشد، ناقص الخلقه باشد، سخت جنین کردنش از دیدگاه شرعی جایز نیست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی و آخرین سوالی که از تلفن گرفتیم این بود که گفتن سر کار هستیم و همکاران شیعی داریم، با اون همکاران شیعی که به خلفا توهین میکنن باید چگونه برخورد کرد؟ اون کسانی که به خلفا توهین میکنند یا به هر کسی، به یکی از مسلمانان در واقع توهین میکنند، گمان نکنند که اونها در واقع این سهمی رو میبرند یا این که یک چیزی عایدشان میشود. خود این دعای بد کردن، نفرین کردن، فحش و ناسزا گفتن، چه به خلفای اربعه باشه یا به هر مسلمان دیگری باشه، هر مسلمانی که مورد لعن و نفرین قرار بگیرد، این رو الله متعال جز حسنات و نیکی هایش قرار میدهد. یعنی اون کسی که مرده اگر کسی ازش بدگویی بکند، غیبت بکند یا فحاشی بکند، این در واقع جز حسناتش شمرده می شود و خودش در روز قیامت باید پاسخگو باشد. در روز قیامت هر کسی رو که از شما از آن بدگویی کردید، دشنام دادید، غیبتش را کردید، در روز قیامت باید بازخواست میشوید و جوابگوی این لعن و نفرین خودتان باید باشید. اهم از این که خلیفه رسول الله باشند یا اصحاب رسول الله باشند یا یک فرد انسان عادی باشد. اما شما وظیفه دارید که تا جایی که میتوانید با حکمت و بصیرت عمل بکنید. نشود این که چون که آنها اهانت کردن شما به مقدسات شیعه که مقدسات اهل سنت هست، ائمه شیعه، کسانی که شیعه خود را به آن میبندند، جز بزرگان اهل سنت و الجماعت هستند، بدین خاطر شما سراغ ندارید در طول تاریخ اسلام که یک نفر سنی آمده باشد در کتاب خودش یا در منبر یا در ملأ عام یا در جای خصوصی یکی از بزرگان اهل بیت را یا افراد اهل بیت را لعن و نفرین کرده باشد.
باشد. حتی لعن و نفرین رو ما برای عموم مسلمانان هم جایز نمیدونیم که انسان مسلمان لعان و طعان نیست، نه به زنده لعن و نفرین میکند و نه به انسانهای مرده. شما سعی بکنید که اگر میتوانید با لحن محبت آمیزی، با حکمت و بصیرت اگر اونها رو دعوت بکنید، متقاعد بکنید که از این لعن و نفرین خودشون دست بکشن که کار خوبی هست و ثواب و پاداشش رو انشالله خواهید برد. اما اگر میدانید که این مباحثه کردن و جر بحث کردن منجر به این میشود که به شما اذیت و آزاری برسد، مانع کار و زندگی شما بشوند، برای شما مزاحمت های ایجاد بکنند و شما این توانایی تحمل این مزاحمت ها رو ندارید، اولاتر و بهتر است که از این جاهلان صرف نظر بکنید. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، در مقابل سلام بگید، یعنی این که ما با شما کاری نداریم، حساب و کتاب شما با پروردگارتون و با پروردگار ابوبکر و عمر یا هر کسی که مورد لعن و نفرین قرار میگیره. بله، جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که اگر پدر و مادر وفات کنند آیا گریه کردن ثواب دارند؟ نه، گریه کردن در هیچ موردی بر مرده ثواب به عنوان یک کار خیر و کار ثواب تعریف نشده و ثواب خاصی رو ندارد. انسان مسلمان با درگذشتن دوست و عزیز، با پدر و مادر و خواهر و برادر و خویشاوندان قطعا متاثر می شود و چه بسا ناخواسته به گریه می افتد، اشک از چشمان جاری می شود. اشکی که از چشمان جاری می شود این رحمت هست، همون گونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم زمانی که فرزندشون ابراهیم علیه السلام از دنیا رفتند، در واقع اشکشون جاری شدی که از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که یا رسول الله شما هم گریه میکنید؟ ایشون فرمودند که این نشان رحمتی هست که در قلب انسانهای مسلمان و مؤمن وجود دارد. اما گریه کردن با صدای بلند و این رو یک نوع تقرب دانستند یا ثواب دانستند که ثوابش به میت برسه، این در هیچ دین و آیینی و نه در قرآن و نه در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین چیزی وجود ندارد. اگر شما میخواهید که به پدر و مادرتون که از دنیا رفتن ثوابی برسد، همون مطلبی که من قبلا عرض کردم خدمت شما، روایت طبرانی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند در روز قیامت انسان میبیند که درجهش بالا رفته، سوال میکند که خدایا این درجات، علو درجات از کجا به من رسیده؟ در جواب میشنود که الله متعال به اون میگوید که به دعای فرزند صالحت برای تو که فرزندت برای تو دعا کرده، بدین خاطر این همه درجه و ثواب رو شما گرفتید. اگر میخواهید به مردگانتون ثواب برسد، برای اونها دعای خیر بکنید، نه اینکه برای اونها گریه بکنید. حتی در روایت اومده حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها اومده که میت از دعای بازماندگانش اذیت می شود در قلب خودش، یعنی در قبر خودش از این که می بیند که دیگران برایش گریه می کنند متاثر می شود و یعنی چون این کار خلاف شرعی هست. و خصوصا در روایاتی هم اومده وقتی که یکی نوحه می خوانند که این چنین و چنان بوده، چنین انسانی بوده، فرشتگان بهش میگن آیا واقعا تو هم این گونه بودی در دنیا؟ خود این یک نوع اذیت و آزار هست برای مرده که انسان مسلمان وقتی که از دنیا میراد به خاطر گریه اهل خودش مورد اذیت و در واقع رنجش قرار میگیره در قبر خودش. پس بنابراین راه ایصال ثواب کردن به میت دعای خیر هست، نه گریه کردن برای مردگان. بله، جزاکم الله خیر. و آخرین سوال بینندم این است که آیا روز جمعه روز رفتن گناه دارد؟ روزه گرفتن به صورت کلی، روزهای نفلی در تمام اوقاتی که انسان یعنی انگیزه داشته باشد جایز هست و میتواند روزه بگیرد. اما اختصاص روز جمعه به عنوان روزی که این روزه بگیرد و معتقد باشد که ثواب بیشتری رو دارد، این از نظر شرعی جایز نیست و رسول الله صلی الله علیه و سلم منع کردن. در روایتی که در صحیح بخاری و مسلم هست، ابو هریره رضی الله تعالی عنه میگوید که لا یصومن احدکم یوم الجمعه، هیچ کسی از شما حق ندارد که روز جمعه را روزه بگیرد الا ان یصوم یوما قبله او یوما بعده، مگر اینکه یک روز قبل یک روز بعدی را روزه بگیرد. پس بنابراین اختصاص دادن روز جمعه به عنوان روزه گرفتن این جایز نیست، مگر اینکه یک روز قبل از اون روزه بگیرند یا روزی بعد از آن را روزه بگیرند، یا اینکه یک عادت باشه، یعنی بر حسب عادت فرض کنیم یک انسانی همیشه عادتش این است که 13 و 14 و 15 هر ماه روزه میگیرد و اتفاقا روز جمعه افتاد، هیچ گونه اشکالی رو نداره، یا عادتش این بوده که یک روز روزه بگیره یک روز روزه نگیره و اتفاقا روز جمعه در اون روزی افتاد که باید روزه بگیره، اشکالی نداره. اما اختصاص دادنش که حتما روز جمعه رو روزه بگیره و یک ثواب مضاعفی رو اعتقاد داشته باشه، این خلاف سنت رسول الله هست و جایز نیست. خسته نباشید، جزاکم الله خیر. سلامت باشید. بنده هم از شما سپاسگزاریم و از بینندگان عزیز نیز تشکر میکنیم که تا الان پای صحبت‌های ما نشستند و تا یک دیدار دیگر همه آنها را به خدای بزرگ میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
يزيل الحيرة من أمري فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر نهر